نام کتاب دختران نیلی. نویسنده لیلا کهن. ناشر انتشارات امیدی. سال انتشار 1400. راوی لیلا کهن. ادیت فنی قره‌داغی. موضوع داستان. پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. AvayBoof.com. امروز هم مثل روزهای قبل برای پیدا کردن موضوع مناسبی برای پایان نامه خودم در راهروی دادسرا ایستاده بودم تا بتونم با مسئول بایگانی مشورت بکنم و به امید خدا موضوعی رو انتخاب کنم. با خودم این ابیات رو زمزمه می کردم که از جرم گل سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات کلی را حل. بگشادم بندهای مشکل به حیل، هر بند گشاده شد به جز بند اجل. هر کدام از آدم‌ها اینجا طور دیگری بودند. کسانی که گویا از یک کره دیگر آمده بودند. هیچ کدام مثل خودشان نبودند. با صدای جیغ و فریاد چند نفر به عقب برگشتم و متوجه شدم که مردی به طرف دختری دوید. مثل اینکه پدرش بود. با تمام قدرت سیلی محکمی به گوش اون زد و موهای دختر رو دور دستش پیچید و مثل عروسکی دور سالن چرخوند و داد زد. از خونه فرار میکنی ها؟ فرار؟ خب میرفتی و خودت رو میکشتی. باشه، من این کار رو میکنم. من خودم تو رو میکشم و راحت میشم از این سرافکندگی. با دخالت چند نفر سر و صدا تموم شد و اونها رو به اتاقی در آخر راه رو راهنمایی کردند و من بی اختیار به طرف بایگانی به راه افتادم و درب رو زدم و منتظر مسئول نشستم. خانم حمیدی وارد اتاق شد. از سر و صدا شاکی بود و از اینکه همین افراد با روش تربیتی خاص خودشون هستند که اجازه برگشت به بچه‌های فرار رو نمیدن. خانم مسن و خوش اخلاقی بود. در اون بی‌نصیبی از خنده او هنوز شوخ طبع بود و لبخند به لب داشت. قد کوتاهی داشت و چادر به سر کوتاه‌تر هم شده بود. مرا به اتاق دیگری برد که پر از پرونده بود. اتاقی پر از حرف و پر از دلیل. اتاقی پر از انسان‌هایی که نبودند ولی بودند. آنها مثل مرده‌ها در گورهای چند طبقه روی هم خوابیده بودند. بی صدا انبار شده بودند. چقدر اسم دختر و زنهایی که روز نامگذاری آنها پدر و مادرانشان چه آرزوهایی که برایشان نداشتند و چقدر از دیدن این زیبایی خلقت ذوق زده بودند و خداوند چه زیبا به آنها نگاه می کرد و از این آفریده کوچک و بی همتایش لذت می برد. ولی حالا چه؟ چرا اینجا در این شلوغی و بی کسی؟ چقدر سخت است در میان جمع باشی و تنها بمانی. بی اختیار به یاد این ابیات افتادم. آن روز که توسن فلک زین کردند و آرایش مشتری و پروین کردند، این بود نصیب ما ز دیوان قضا. ما را چه گنه قسمت ما این کردند. واقعاً قسمت این آفریده ها اینجا بود؟ من با شاعر مخالفم. خداوند هیچ بنده ای را برای قسمت بد نیافریده.
مگر خدا اصلاً می توانست بدی را بیافریند؟ ما خودمان بدی را خلق کردیم و شر را ساختیم و بعد هم جذب آن شدیم. امروز دیگه تصمیم داشتم انتخابم رو بکنم و کار رو شروع کنم. ولی میخواستم متفاوت باشه. در عرض چند باری که آمده بودم پرونده‌ای نظرم رو جلب نکرده بود. در این افکار غرق بودم و پرونده ها رو بررسی می کردم که به یکی از اونها علاقه‌مند شدم. خانومی 30 و چند ساله به جرم حمل و قاچاق مواد مخدر و شرکت در باند مخوف قاچاق دختران این مرز و بوم به کشورهای حومه خلیج فارس که به حبس ابد محکوم شده بود و در زندان به سر می برد. با وجود مخالفت‌های خانم حمیدی اون رو انتخاب کردم. چند روزی گذشت تا مراحل قانونی و اجازه‌های لازم رو گرفتم و کمی هم آموزش و تدابیر ایمنی و آشنایی‌های لازم انجام شد. من صنم پارسایی دانشجوی ممتاز از دانشکده افسری بودم و حالا در مقطع دکترای جرمشناسی در حال تحصیل بودم. در تمام دروس تئوری و عملی ممتاز بودم. اسلحه شناسی، تیراندازی، آمادگی جسمانی، چتربازی و غیره. سرهنگ رفیعی که استادم بود خیلی روی این پرونده دقت نظر داشت و میگفت اگه بتونی این خانم رو به حرف بیاری ما رو به یک باند عظیم قاچاق مواد مخدر و دختران عزیزمون به کشورهای سواحل خلیج فارس هدایت میکنی. شاید بتوانیم آبروی کشور اسلامی خود رو حفظ کنیم و از این زنان و دختران بیپناه دفاع کنیم. اونها در این باند اسیر میشن چرا که اکثر اونها رو معتاد میکنن تا به گروه ها وابسته بشن و از آنها برای حمل مواد و یا سایر مقاصد شیطانی خود سوء استفاده میکنن. اکثر اونها از مرزهای آبی و خاکی کشور در حالی که شاید در بدن 90% مواد مخدر جاسازی شده قاچاق میشن و در کشورهای حومه نیز مورد اهانت و تجاوز قرار میگیرن. ولی دست ما بسته است. چرا که اونها رو که اکثراً کم سن و سال هستند اونقدر ترسوندن که وقتی به ایشان نزدیک میشویم خودکشی میکنن و متاسفانه فقط بدنهای نیمه جان یا بیجان آنها نصیب ما میشود و یا بر اثر جاسازی‌های نامناسب انواع مواد مخدر این عزیزان از دنیا میروند. او میگفت که این دختر هم یکی از همین افراد بوده که بدن نیمه جانش در یک تعقیب و گریز به دست نیروهای ما گرفته شده و با تلاش زیاد توانسته بودن اون رو از مرگ نجات دهند تا بلکه کمکی در یافتن سرکرده ها بشود. ولی او همکاری نکرده و هنوز هیچ نتیجه‌ای به دست نیاورده بودند. دی کوزه‌گری بدیدم اندر بازار، بر پاره گلی لگد همی زد بسیار. وان گل به زبان حال با او می گفت، من هم چون تو بودم مرا نیکو دار. رئیس زندان خانم مسن و با تجربه ای بود. گذشته از درجه و مقام زیاد بد اخلاق به نظر نمی رسید. صورت گرد و سفیدی داشت. البته پر از چین و چروک که معلوم بود شغل او و رویارویی با این گلهای پلاسیده اون رو به این روز انداخته. چشمهای سیاه و نافذ با ابروهای سیاه و به هم پیوسته، بینی و لب‌های کوچک و در کل صورتی مهربان داشت. او یک روسری سیاه
مانتوی آبی تیره با شلواری گشاد و سیاه و کفشی تخت و قهوه‌ای پوشیده بود. با قدی بلند بدون هیچ لطافت زنانه‌ای، بیشتر شبیه مردها بود. با قدم‌هایی محکم و پرصدا راه می‌رفت. گویی می‌خواست به همه بفهماند دست از پا خطا نکنید که من اینجا هستم. خودش رو دلیری معرفی کرد بدون هیچ پسوند و پیشوندی. با دست روی شانه من زد و گفت خیلی شبیه خودم هستید. به یاد جوانی خودم افتادم. پر از شور و احساس مسئولیت. راست میگفت. همه به من میگفتند که آخر این احساس مسئولیت کار دستت خواهد داد. ولی من کسی بودم که از دل و جان کار میکردم و اگر کاری به من محول میشد بدون هیچ قصوری کار رو تا پایان به نحو احسن انجام میدادم. خندیدم و گفتم متشکرم قربان و احترام نظامی گذاشتم. اون گفت زیاد تشریفاتی نباشید. اینجا درهایی بسته دارد. هیچ کس از آنچه در میان این دیوارها میگذرد خبر ندارد. من و این بچه‌ها تقریباً با هم دوستیم. البته ضوابط همیشه حکم فرماست. ولی من زیاد اهل این جور مقام بازی ها نیستم. چای میل دارید؟ بله اگر زحمت نباشد. از توی کشوی میزش 2 لیوان و 1 قندون و کمی شیرینی بیرون آورد که داخل یک بشقاب بودن. اونها رو روی میز گذاشت و از فلاکس چای رو ریخت و نشست. بفرما. بعد اضافه کرد. از روزی که جناب سرهنگ مأموریت شما رو ضمن تحقیقات برای پایان نامه تحصیلیتون بیان کردن روی این موضوع فکر کردم. کار خوب و حساب شده میخواد. ستاره کسی است که از همه چیز گذشته و دیگر روحی ندارد تا بتوان در آن نفوذ کرد. همینطور هم قلب. در حالی که چشماش پر از اشک شده بود چای رو با قندی که نوک دهانش گذاشته بود قورت داد و همینطور بغض خودش رو هم. بعد ادامه داد قلب این دختر اونقدر خرد و خمیر شده که دیگر مثل بمب ساعتی است. نه یک دل. بگذریم. پرونده را کاملا مطالعه کردید؟ بله. دیگه سفارش نمی کنم. جناب سرهنگ گفتن آموزش لازم رو دیدید. شما باید تلاش کنید تا مورد اعتماد اون شوید. ما هم سعی می کنیم به بهانه‌ای شما رو در سلول او قرار دهیم. سعی خودم رو خواهم کرد. به امید خدا روسفید خواهم شد. من باید کاری کنم که همه به من اعتماد کنند و او هم شاهد این اعتماد باشد. به شما قول می دهم زحماتمان برای براندازی این باند هدر نرود. خانم دلیری به چشمان من نگاه کرد و گفت مواظب خودتان باشید. اون اصلاً قابل پیش بینی نیست. چندین بار دست به خودکشی زده و همسلولی هایش را چندین بار نیمه جان یافتیم و الان مدتی است که تنها در یک سلول میماند. او تنها به هواخوری می رود تا مشکلی به وجود نیاید. خانم دلیری 2 دستش رو روی شانه های من گذاشت و گفت برو خدا پشت و پناهت باشه. وارد شدم با کمی لباس و 1 حوله و صابون. 1 جفت دمپایی و ملافه. اینها شدند تمام وسایل من. نگهبان مرا به جلو هل داد و گفت برو دیگه چیه ماتت برده؟ هر کس خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه. یالا برو تو. من با تعجب و ترس نگاه میکردم. مامان بیچارم خیلی ناراحت و نگران بود. البته پدر مهربانم که بازنشسته نیروی هوایی ارتش هم بود زیاد مخالفت نکرد و فقط بلند بلند خندید و گفت جایی نگو آبرومو میبری. دختر من از دست تو چیکار کنم؟ یه آدم ساده پیدا میکردم تو رو هم به اون قالب میکردم و خلاص میشدم. آخه این چه فیلمیست؟ میخوای بازی کنی؟
تو مثلا دانشجوی نمونه نظام هستی. اما برای من که فرقی نداشت. در یک اتاق کرایه‌ای همیشه تنها بودم. پدر و مادرم هم که چند وقت یک بار از اهواز می آمدند و من تنها بودم. باز اینجا کسی بود تا با او حرف بزنم و البته تحقیقات هم می کردم و برای آینده این مردم هم شاید مفید می شدم. در هر حالت اونها من رو روانه کردند. از زیر قرآن رد شدم و هر دوی آنها با محبت مرا در آغوش کشیدند و برایم آرزوی موفقیت کردند و من به راه افتادم و به تهران آمدم و برای کارم آماده شدم. به این مکان غریب آمدم تا خدا چه بخواهد. کمی می لرزیدم. نمیدونم از ترس بود یا از هیجان. دستهایم یخ کرده بودند. چقدر دلم میخواست برگردم و به آغوش پرمهر مادر و پدرم بپرم و بگویم که خیلی دوستتان دارم. بابا جانم، با دستهای محکم و مهربانت دستم را بگیر و فشار بده و با آن چشمهای سیاحت به من چشمکی بزن و بپرس ها چیه؟ بعد پیشانی من را ببوس و شوق زیستن را در من چندین برابر کن و به من اعتماد به نفس بده. خودت میدانی که من چقدر به وجودت افتخار میکنم. مامان جانم، با حرفهای پر از مهر و با تجربه‌ات باز هم به من امید بده و مثل کوه پشتم باش. تو همیشه مثل یک مشاور ساعتها به حرفهایم گوش می کردی و آنچنان مرا لبریز از امید به زندگی می کردی که تمام غم و غصه‌ام را از یاد می بردم و آنچنان در زندگی راهنمایم بودی که تا آخر عمرم به تو مدیونم. قول می دهم به وجود من افتخار کنید. در این فکر بودم که مأمور زندان من رو به یکی از سلولها هل داد و گفت تحویل شماست. چند روزی پیش شما مهمونه. هنوز محاکمه نشده. بعد رو به یکی از خانم‌های مسن کرد و در حالی که با کلیدی که در دست داشت به اون اشاره می‌کرد گفت هی بتول بی‌قواره، حواست باشه. یه تار مو از سر این دختر کم بشه اینجا رو سرت خراب میکنم. فهمیدی؟ یه دفعه گویا منو برق گرفته باشه. وسایل رو پرت کردم و روی مأمور بیچاره افتادم و با چند فن رزمی اونو خوابوندم. البته او هم بی‌انصافی نکرد و چند تا مشت و لگد به من زد و با سود مأمورها رو خبر کرد. همه زندان جیغ و داد و فریاد بود. بزن، آفرین خوشگله. بهش نمی اومدا. معلومه از اون زرنگاشه. به سلولی انفرادی رفتم. در بسته شد و من افتادم روی زمین و بلند بلند داد زدم که بیگناهم، من را آزاد کنید. چند ساعتی گذشت تا اینکه حالم کمی جا اومد و ساکت شدم. به خودم که اومدم کمی غذا خوردم و برنامه ریزی کردم. فردای اون روز از انفرادی در اومدم. بچه‌ها به استقبالم اومدن. سلام، خوب زهر چشمی از مأمورا گرفتی؟ آره والا، بتولم ترسوندی. به قیافه نازنازیت نمی اومدا. توی دستشویی داشتم صورتم رو می شستم که یکی از زنها اومد با چند نفر دیگه که گویا از اون دستور می گرفتن. به اونها اشاره کرد که مواظب بیرون باشید و با یه حرکت دستم رو به عقب برد و سرم رو توی روشویی کرد و آب رو باز کرد. بعد گفت هی نازنازی، حواست باشه، ما که اینجاییم گیج نیستیم. نکنه نقش بازی کنی. نفوذی هستی یا جاسوس؟ هرچی هستی باش، ما زبون خودمونو داریم. فهمیدی؟ حواست باشه، بخوای خود شیرینی کنی و جاسوس بازی در بیاری با ما طرفی.
سرم و داخل آب فشار داد و با اومدن بقیه آب رو بست و با لحن مسخره‌ای گفت خب دیگه تمیز شدی. ما بریم. مستی بپر صبحانه رو آماده کن. امروز نوبت توه. چند روزی گذشت تا اینکه دخترها با من صمیمی شدن و از پرونده های خودشون با من درد دل کردن. البته بعضی از اونها هیچ وقت صمیمی نمی شدن تا حرفی از خودشون بزنن. ولی بعضی ها هم خیلی زود هرچه داشتن رو گفتن. پریسا سنباده، ننه اعظم، بتول بیقواره، مستی دلخون که هر وقت حال داشت میخوند و بچه ها دست میزدن یا میرقصیدن. خلاصه هر کس یک لقبی داشت. از من هم که پرسیدند اسمت چیه گفتم افسانه. وقتی گفتن لقبت چیه گفتم هیچی و اونها به من میگفتن افسانه هیچی. بتول بیقواره زنی بود تقریباً 40 یا 50 ساله که البته اینجا همه بیشتر از سن خودشون نشون میدادن. او زودتر از بقیه با من صمیمی شد. پیرتر و با تجربه تر از سایرین می نمود. ولی تجربه اینها کجا و تجربه همسن و سالهای آنها بیرون از اینجا کجا؟ چشمهای سیاه و فرو رفته ای داشت که گویا گریه های شبانه فروغ از آنها گرفته بودند. صورت لاغر و لبانی کوچک که معلوم بود حرفهای زیادی برای گفتن داشتند ولی گوشی برای شنیدن آنها نبود. قد بلندی داشت ولی خمیده به نظر می رسید. شاید از باری که بر دوش می کشید این گونه خمیده شده بود و یا از گناهی که بر دوشش گذاشته بودند تا با خود ببرد تا ابد. نمیدانم. هرچه بود بسیار مشتاق بودم بدانم چه بر او گذشته که با مدرک فوق لیسانس معماری باید اینجا می بود. اصلاً باور نمی کردم. او نه تنها بیقواره نبود بلکه از نظر من زیبا و خوش اندام هم بود. ولی بقیه می گفتند خودش می خواهد اینطور صدایش کنیم. چون شوهرش به او گفته بیقواره پس حتماً بیقواره است. به همین دلیل او را اینگونه صدا می کردند. بتول بیقواره. چه دلیل بی دلیلی. سپید گشت دو چشمم به انتظار شبی که پیش زلف تو گویم حدیث بخت سیاه. بتول می گفت کتاب دختران نیلی قسمت دوم. نویسنده و راوی لیلا کهن. audiobook.com بتول می گفت یک دختر و پسر دوقلو دارم. زندگی خوبی داشتم. شوهرم مرد متدینی بود و در یک شرکت ساختمانی مهندس ناظر کیفی بود. او خیلی مهربون بود و من رو در دانشگاه پسندیده بود و به صورت کاملا رسمی با مادرش به خواستگاری اومدن و خانواده من هم که مذهبی بودن از اخلاق او خوششون اومد و ما ازدواج کردیم. ولی من هم اونو دوست داشتم و همیشه آرزوم چنین همسری بود. چند سالی با هم کار کردیم و خونه خریدیم. هر دو تا شب زحمت میکشیدیم تا به یک زندگی راحت رسیدیم. و چون صاحب یک دوقلوی زیبا شده بودیم من از کار کنار کشیدم تا بهتر به بچه ها برسم و او هم مخالفتی نداشت. چون دیگه اقساط خونه و ماشینی که خریده بودیم تقریباً تموم شده بود و زندگی ما بعد از سالها تلاش به آرامش نسبی رسیده بود. او هم ما رو خیلی دوست داشت. یا شاید من اینطور فکر می کردم.
یک روز همکارش زنگ زد و گفت که سر کار نیومده. نگران شده بودن که شاید بیمار شده، ولی من گفتم خبر ندارم چون صبح طبق معمول رفته بود شرکت. من کمی نگران شدم. منتظر موندم تا اینکه شب دیر وقت اومد. بیحال و سست بود. اصلا به صورتم نگاه نکرد. رفت توی اتاق و خوابید. چند روز گذشت. من فکرم مشغول بود ولی اصلا جواب درستی نمیداد. اون کاملا تغییر کرده بود. با من سرد شده بود. اصلا من رو نمیدید. از اون روز به بعد دیگه کم کم نماز هم نمیخوند. هر وقت میگفتم چی شده جواب سربالا میداد و تفره میرفت. با شوخی به او میگفتم نماز چرا نمیخونی؟ خدا معافت کرده یا اون سالها زیاد خوندی؟ طوری به من نگاه میکرد که گویا خوابه. باز هم سکوت بود و دیگر هیچ. حدود 20 روز گذشت که یک روز به شرکت زنگ زدم تا بگم عصر کمی زود بیاد تا بچه ها رو به گردش ببریم. ولی اونا گفتن دیگه اینجا کار نمیکنه. تقریباً 10-15 روز پیش از اینجا رفته و با خانومی که از همکاران قدیمی اونها بوده در یک شرکت دیگه مشغولن. تعجب کردم. یعنی چی؟ علی هیچ چیز رو از من مخفی نمی کرد. اون هم موضوع به این مهمی. 2 نفری کار میکنن؟ منشی شرکت که از دوستان من بود با لکنت زبون و استرس گفت راستش رو بخوای بله کاش به شرکت یه سری میزدی. موضوعی هست که بهتره بدونی عزیزم. رفتم شرکت. اونجا همکاراش طوری با من رفتار میکردن که گویا زبانم لال علی مرده. ماتم برده بود. چرا اینطوری میکنی؟ چی شده؟ منیر جان که منشی شرکت و از دوستانم بود بغضش ترکید و شروع کرد به گریه. با گریه او من هم طاقت نیاوردم و زدم زیر گریه. مثل جوجه‌ای که خیس شده باشه میلرزیدم. گویا آب سردی روی سرم ریخته باشن. چی شده؟ تخلف کرده؟ کاری رو خراب کرده؟ رشوه گرفته؟ اهل این کارا نیست. بگو دیگه. چند روزه که تو خونه غریبه شده. دارم سکته میکنم. مهندس امینی که رئیس شرکت بود اومد و منو با احترام به اتاقش برد. دستور داد چای بیارن. من خوردم و کمی حالم بهتر شد. با التماس گفتم من با علی حرف میزنم که بیاد و جبران کند. خواهش میکنم به خاطر ما اونو ببخشید. خانم مهندس، علی باید اول از شما حلالیت بگیره، نه از من. اون باید برای شما جبران کنه، نه برای این شرکت. اون باید با خدا روبرو بشه. تعجب کردم. حد زدم پول خورده یا در ساخت و سازها کوتاهی کرده. ولی اون به کارش خیلی حساس بود. با اینکه موقعیت زیادی برای رشوه براش پیش می اومد، هیچ وقت خودش رو خراب نکرد. اون یک ناظر کنترل کیفی واقعی بود، بدون هیچ تخلفی. آقای مهندس امینی گفت من اون رو به همراه اون خانم از شرکت اخراج کردم و تمام حقوق آنها را دادم. خواهش میکنم شما هم بیشتر از این اصرار نکنید. من بیشتر از این نمیتونم در مورد اون توضیح بدم. بعد منشی رو صدا زد و گفت خانم احسانی خودتون با خانم مهندس صحبت کنید. فکر کنم اگر همه چیز را بدانن بهتر تصمیم میگیرن. ما از اتاق بیرون اومدیم. من مثل یک عروسک کوکی حرکت می کردم. منیره من رو برد. گویا از سر مزار عزیزم بلند شده بودم. رمق نداشتم. حدس بدی می زدم. خجالت می کشیدم. می لرزیدم. من چرا باید خجالت بکشم؟ به خودم نگاه کردم. من هیچ چیز کم نداشتم. نه اینکه کامل بودم. نه. ولی چیزی هم کم نداشتم. به خاطر شوهرم و بچه ها و آسایش اونها از کار توی یک شرکت دولتی دست کشیدم و با وجود مدرک فوق لیسانس در رشته معماری و رتبه های عالی دانشگاهی خانه نشین شدم. خدایا چه قصوری کرده بودم که مستحق این ظلم بودم.
اصلاً صدای منیره رو نمی شنیدم. با چند قطره آب که به صورتم پاشید به خودم اومدم. عزیزم، میخوای همه چیزو بدونی؟ با سرم اشاره کردم که یعنی آره. با هم رابطه داشتن. بدون هیچ ملاحظه‌ای و خیلی رک و راست گفت. یعنی چی؟ از کجا اینقدر مطمئن هستید؟ چند وقت بود رئیس به اونا شک کرده بود. بی اطلاع بچه‌ها در شرکت دوربین مخفی گذاشت و خیلی راحت اونها رو چند باری تحت نظر گرفت و همه چیز معلوم شد. اونها نه تنها بعد از ساعات کاری در شرکت با هم رابطه نادرستی داشتن، بلکه مشتریهای شرکت رو هم خارج از وقت اداری ملاقات می‌کردن و خارج از قراردادهای اصولی با اونها کار می‌کردن و با پولهای گزافی که می‌گرفتن کارهای غیرقانونی رو که مهندس امینی نمیپذیرفت رو انجام میدادن و تمام این کارها به نام این شرکت ثبت شده بود و باعث شده بود چندین بار مهندس امینی جریمه‌های سنگین بابت اونها بپردازه و بالاخره همه چیز معلوم شد و اونها هم نه تنها انکار نکردن، بلکه با رئیس شرکت درگیر شدن و برای خودشون شرکتی تأسیس کردن و رئیس هم اونها رو اخراج کرد. او خیلی حرف زد ولی من دیگه چیزی نشنیدم. وقتی به خونه اومدم فقط یک آدرس دستم بود که اصلاً نفهمیدم کی گرفتم. یادم نمی اومد چطوری به خونه رسیدم. چند روز گیج بودم. مات شده بودم. کیش و مات. همه چیز برای من تموم شده بود. وقتی به بچه‌ها نگاه می کردم یا به وسایل خونه که با چه شوقی برای لحظه لحظه اونها وقت گذاشته بودم میخواستم استفراغ کنم. خودم رو به شکل یک خر باربری میدیدم. تصمیم گرفتم خودم اونها رو مجازات کنم. هیچ کس به داد من نمی رسید. به دادسرا رفتم و شکایتی تنظیم کردم. ولی هیچ کس به نفع من صحبتی نکرد. در دادگاه به اون حق میدادن و میگفتن کار خلافی نکرده و مرد میتونه تا 4 تا زن بگیره. اگه بتونه و از نظر مالی مشکلی نداشته باشه ایرادی نداره. خدایا یعنی چی؟ من که ایرادی نداشتم. زندگی ما هم کامل بود. بچه هم که داشتیم. پس بهانه اون چه بود؟ بالاخره تصمیم خود رو گرفتم. از جلوی شرکت اونها که آدرس اون رو منیر جون به من داده بود اونها رو تعقیب کردم. در طول آن چند ماه علی هیچ به روی خودش نیاورد. فقط سرد بود و بیروح. من هم به روی خودم نیاوردم. زندگی رو ادامه دادم تا زمانش برسه. تا اینکه خونه اونها رو پیدا کردم. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر تعطیل می شدن ولی ساعت 9 شب علی به خونه می آمد. یعنی تا اون ساعت با هم بودن. بچه ها رو به خانه مادری بردم که در تهران ساکن بودن. به آنها گفتم شاید چند روز با علی به مسافرت برویم. به هیچ کس چیزی نگفتم. خجالت می کشیدم. چه می گفتم؟ بعد از چند سال زندگی و این همه تلاش حالا من رو به خاطر کدام ایرادی گذاشته بود و سراغ زن دیگری رفته بود. با کدام دلیل و برهان میخواست خودش را بیگناه نشان دهد. فقط هوس بود که او را به این کار واداشته بود. فقط همین. میخواستم او را ببینم. رقیبم را. آیا خیلی زیبا بود؟ یا فقط از شیطان خوب درس گرفته بود که توانسته بود با زندگی من بازی کند؟ یا شاید از وجود ما بیخبر بود؟ اما مگر میشد که بیخبر باشد؟ هزاران سوال مثل خوره ذهن و روح مرا میخوردند. من به راه افتادم و با هیچ کس مشورت نکردم. از همه متنفر بودم و بیشتر از همه از خودم که نتوانسته بودم زندگی خود را حفظ کنم و آنقدر به او اطمینان داشتم که اگر می گفت ماست سیاه است باور می کردم و او اینگونه جواب اطمینان مرا داده بود. شاید اگر آن روز با کسی صحبت می کردم الان وضع این نبود.
همه چیز رو نگاه کردم. با همه چیز زندگیم خداحافظی کردم. نمیدانم چرا، ولی با خودم میگفتم دیگر باز نخواهم گشت، یا حداقل به این زودی نه. همراه مأمور حرکت کردیم. به در خانه آنها رسیدیم. خانه ای یک طبقه و ویلایی در یکی از کوچه های قدیمی و پر از درخت در شهریار. مأمور آیفون را زد و گفت: آقای مهندس علی آتش‌افروز؟ بله. چند لحظه تشریف بیاورید. برای پاره توضیحات با من به کلانتری باید بیایید. چند لحظه مکث کرد و گفت: الان خدمت میرسم. چند دقیقه گذشت و آمد. با دیدن من خشک شد، مثل درختی که تنه اش بشکند شکست. ولی باز هم مغرور بود. به روی خودش نیاورد. با همان لبخند همیشگی در رو باز کرد که ناگهان با دیدن من تبدیل به خشم و نفرت شد. به ما نگاه کرد. چشمهای میشی و کمرنگی داشت و صورت گرد و قدی متوسط و موهایی که کمی سفید شده بودند و من واقعاً عاشقش بودم. عاشق حرفهایش و خنده‌اش. ولی امروز من فقط منتظر یک تلنگر از طرف او بودم که دوباره این عشق را زنده کنم و یا مانند یک هیزم شکن آن را قطع کنم. ولی علی طوری به من نگاه کرد که گویا من گناهکار بودم. عصبانی و مبهوت نگاهم کرد. از چشمهایش خواندم که انتظار مرا نداشت و فکر نمی کرد من موضوع را بدانم، یا اگر هم می فهمیدم فکر نمی کرد بخواهم به روی خودم بیاورم. شاید مرا مطیع‌تر و محجوبتر از این می دانست. ولی من به دستور عقلم کار نمی کردم. آره، اون روز من مطیع چی شده بودم؟ خودم هم نمی دونستم. برای چی اومده بودم؟ اونجا چه فکر می کردم؟ آبروی خودم و علی را برده بودم. ولی علی مگر برای ما آبرو گذاشته بود؟ شاید اگر پشیمان نگاه می کرد یا فقط سرش را پایین می انداخت و می خواست توضیحی دهد یا حتی یک ببخشید کوچک می گفت. در این فکرها بودم که مأمور پرسید: منزل خودتان است؟ بله. در همان لحظه بود که خانم هم تشریف آورد با لباس نازک ابریشم. از دیدن ما دهانش باز مانده بود. علی به او اشاره‌ای کرد که یعنی برو داخل، ولی او پرروتر از اینها بود. به روی خودش هم نیاورد. دماغش را باد انداخته بود و با وقاحت تمام ما را نگاه می‌کرد. گویا می‌دانست من کی هستم و داشت مالکیت خودش را به رخ من می‌کشید. لب‌هایی کلفت و چشم‌هایی سیاه و پف کرده با ابروهایی بالا کشیده و قهوه‌ای تیره که معلوم بود تا تو بودند. با گونه‌هایی برجسته که اصلاً معلوم نبود از جراحی‌های انجام داده و آرایش سنگینی که کرده بود به این قیافه افتاده بود یا طبیعی بود. لباس بدننما و جلفی پوشیده بود. شالی سفید و نازک به سر انداخته بود که مدام می افتاد و اون هر چند دقیقه یک بار کمی اون رو روی سرش جابجا می کرد. ولی فایده ای نداشت، چون باز هم می افتاد و کلن موهاش معلوم بود که شرابی رنگ کرده بود و با آرایش غلیظش گویی می خواست به عروسی برود. خودم را با او مقایسه کردم که همیشه یا به فکر بچه‌ها و خانه و همسرم بودم یا به فکر درس‌های بچه‌ها و خریدن و خواندن کتاب‌هایی برای آینده‌ای بهتر در خانواده‌ام. کمتر آرایش می‌کردم، اون هم فقط وقتی مهمانی می‌رفتیم و در کنار علی. فکر نمی‌کردم او به این جور خانم‌ها نگاه کند، چه برسد که خوشش بیاید. مرا با چه کسی عوض کرده بود؟ به خاطر چه چیزی آرامش زندگی ما را به هم زده بود؟ منیره جان می گفت این خانم حتی تحصیلات هم نداشت. پس چه داشت؟
در این فکرها بودم که رشته افکارم با صدای مأمور کلانتری پاره شد. از او پرسید: ایشون؟ و علی با وقاحت تمام به من نگاه کرد و طوری که گویا میخواست مرا خرد کند گفت: همسرم. مدرکم دارید؟ بله. گفتم: جناب دروغ میگه. پس من کی هستم؟ مأمور رو به علی کرد و گفت: ببخشید مدرکم دارید؟ بله. مهستی جان عزیزم بی زحمت برو قباله ازدواجو بیار. در دلم غوغایی بود. علی چطور اینقدر وقیح شدی؟ چه اتفاقی ما رو اینقدر دور کرد؟ من که برای زندگی چیزی کم نگذاشتم. چرا این کار رو کردی؟ مأمور گفت: از شما به خاطر رابطه غیر شرعی شکایت شده. باید همراه با ما بیایید برای پاره توضیحات. علی آیفون رو زد و گفت: عزیزم من باید به کلانتری برم. مدارکو بیار. از جلوی من رد شد تا سوار ماشین شود. مأمور کمی جلوتر رفت. سوار ماشین شد و ماشین را روشن کرد تا به راه بیفتیم و من هنوز منتظر حرفی یا اشاره‌ای از طرف علی بودم تا تصمیم خود را بگیرم. نگاهش کردم پر از سؤال و ابهام. به چشمهای من نگاه کرد و دستش رو بلند کرد و با کف دست به روی سر من کوبید و با حالتی که تا آن روز ندیده بودم گفت: خاک بر سرت. اینجا چه غلطی میکنی؟ احمق بیغواره. منو تعقیب میکنی؟ حالا مثلا میخوای چیکار کنی؟ اصلا زنمه. دوستش داشتم گرفتم. به تو چه؟ حالمو به هم میزنی. همین فردا طلاقت میدم. بچه هارم میگیرم. لیاقت این زندگی رو نداری. از خونه و زندگیم گم میشی بیرون. با انگشت اشاره‌اش به سینه من زد و مرا هل داد به عقب. 2 قدم عقب رفتم. پایم به جدول خورد. کم مانده بود به باغچه کنار جدول بیفتم. دستم را به درختی گرفتم تا نیفتم. بدنم سرد شد. سرم از شدت ضربه او گیج می رفت. با خودم گفتم: کدام زندگی؟ همان زندگی را می گویی که آنقدر برایش زحمت کشیده بودیم تا به اینجا برسیم؟ حالا مرا زیادی می بینی؟ فکرهای من کجا و علی کجا؟ چقدر دور شده بودیم؟ صدای کلاغ‌ها در آسمان پر شده بود. گویا این خبر را به همه می دادند که چقدر من خرد شده بودم و حقیر. که فکر می کردم این مرد عاشق من است و حالا به من می گفت بیغواره. چطور اینقدر تغییر کرده بود؟ روزگاری برای چشم و ابروی سیاهم قد بلندم و برای لبهایم شعرهای حافظ می‌خواند و میگفت: مثل پیاله شراب میمانی که هرچه بنوشم سیر نمیشوم. یک بار که به همدان برای مأموریت رفته بود، یک کوزه بسیار زیبا برای من هدیه آورد که روی آن این شعر نوشته شده بود: این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. آن روز آنقدر تغییر کرده بود که من نمی شناختمش. حتی لباسهایش هم متفاوت بود که مطمئن بودم سلیقه او نبود. تیشرت قرمز و چسبانی پوشیده بود با یک شلوار لی تنگ که اگر خم می شد نیمی از بدنش نمایان می شد. یک زنجیر به گردنش انداخته بود که من هرگز ندیده بودم. حتما آن خانم این گونه می پسندیدش و او را مثل یک عروسک متناسب با سلیقه خودش بزک کرده بود. دست لرزانم را داخل کیفم کردم تا عرق شرم و اشکهایم را که بی اختیار می ریختند با دستمالی پاک کنم. چطور او را پسندیده بودم؟ او دیگر که بود؟ او اصلاً علی نبود. دستم به چاقوی آشپزخانه خورد که آورده بودم. نمیدانم چرا. اصلاً نمیدانم. فقط آورده بودم.
موقع خروج از خانه آنقدر بی فکر بودم و گیج که یادم نیست چه کرده بودم و چرا. من فکر می کردم علی از من دلجویی خواهد کرد، ولی زهی خیال باطل. تصمیم خود را گرفتم، چاقو را درآوردم. علی درست جلوی من ایستاده بود. فاصله ای نداشتیم، ولی او با صدای بلند صحبت می کرد، مرا تهدید می کرد و من دیگر هیچ نشنیدم. فقط چاقو را تا دسته به شکم او فرو کردم. روی من افتاد. من دست بردار نبودم. آنقدر زدم تا دیگر نباشد. مغزم کار نمی کرد. خون گرمش مرا گرم کرد و دیگر در این جهان نبودم. تمام شده بودم. مأمور که داخل ماشین بود نتوانست کاری بکند. مهستی خانم هم که رفته بود تا مدارک را بیاورد و چیزی ندید و کاری هم نکرد. فقط من و علی بودیم و خدای ما که شاهد بود. هرچند که بعد از آمدن و دیدن جریان هم مهستی خانم کار خاصی نکرد. فقط به طرف من حمله ای کوچک کرد و کمی اشک تمساح ریخت و دیگر هیچ. شاید برایش زیاد مهم نبود و میدانست علیهای دیگری را به زودی خواهد یافت که از علی من هم بهتر بودند و من دیگر هیچ چیز یادم نیست. آواز کلاغ‌های خبرچین، صداها، جیغ‌ها و صداهای ناهنجار آمبولانس و ماشین‌های پلیس. در دادگاه هیچ کس به حرف من گوش نداد. من مجرم بودم و متهم به قتل. درست هم بود. من قاتل بودم. قاتل خودم، علی و تمام خانواده‌ام. به خاطر حرفهای رئیس شرکت و شهادت آنها من به حبس ابد محکوم شدم و فرزندان من هم به تنهایی ابدی. خیلی دلم گرفت به خاطر همه بی‌وجدان‌هایی که خیلی راحت آرامش رو از دیگران میگیرند و هیچ کس قادر به قصاص آنها نیست. چه کسی اجازه داده که یک زن اینقدر حقیر باشد؟ مگر خدا زمین را عادلانه نیافرید؟ مگر خدا زن و مرد را برای آرامش هم در بستری از امنیت قرار نداد؟ پس چطور شیطان را اینقدر آزاد گذاشت؟ چرا هیچ کدام از ما ورود شیطان را به زندگی خود نمیفهمیم و ناغافل اسیر او میشویم؟ چرا نمیتوانیم جلوی او را بگیریم؟ همچو آن طفلی که در وحشت سرایی مانده است، دل درون سینه ام بی‌طاقتی ها می کند. چقدر اینجا از بقیه دنیا دور بود. هر وقت داستان یکی از این خزان دیده ها را می شنیدم باورم نمی شد که در کنار ما بودند و ما ندیدیم. مگر خدا نگفته هیچ مسلمانی نباید از حال همسایه‌اش بیخبر باشد؟ پس ما کجا هستیم که نمی شنویم یا نمی بینیم؟ می دانستم تک تک آنها پر از حرفها و دلایلی هستند که هیچ دادگاه و وکیلی آنها را نشنیده و ثابت نکرده و یا از آنها دفاعی نکرده. بتول و فرزندانش حق نداشتند آرام و بی دغدغه زندگی کنند؟ یا فرشته حق نداشت یک زندگی مثل همه دختران همسن خودش داشته باشد؟ چه گناهی کرده بود که باید به خاطر اعتیاد پدرش و فکرهای پلید او کاری را بکند که نمیخواست؟ او فقط میخواست از مروارید وجودش حفاظت کند. چگونه میتوانست به او بفهماند؟ پدری که حتی زن و دخترش را نمیشناخت، با آنها طوری رفتار میکرد که گویی اسیر او هستند. فرشته می گفت کتاب دختران نیلی، قسمت 3، نویسنده و راوی لیلا کهن.
audiobook.com. فرشته می گفت رضا در تهران کار می کرد و وضع خوبی داشت. ثریا دختری ساده از روستاهای اطراف تهران بود. آن دو در زیر درختهای رنگارنگ در کوچه باغهای روستایی عاشق هم شدند. ثریا درس می‌خواند و دوست داشت معلم شود. او با موهایی طلایی رنگ و بلند و با چشمهایی سبز رنگ و لبهایی به قرمزی شکوفه های سیب و قدی متوسط و کمی هم چاق خیلی تو دلبرو بود. هنوز خیلی وقت داشت تا بفهمد زندگی زیباتر از این هم میتوانست باشد. خانواده‌های زیادی در روستا برای او خواستگار می‌فرستادند، ولی مادر و پدر او می‌خواستند او درس بخواند و معلم شود. آنها با بقیه مردم روستا فرق داشتند، چون ثریا با معلم روستا دوست بود. به دلیل اینکه خانه معلم روستا در یک اتاق در خانه آنها بود، ثریا را به درس خواندن تشویق می‌کرد و پدرش هم یکی از ملاهای باسواد روستا بود و قرآن را به دیگران می‌آموخت و مورد اعتماد مردم روستا بود. و با وجود اینکه بیشتر مردم ده با درس خواندن دختران مخالف بودند، به خاطر احترام به او زیاد سخت نمی گرفتند، ولی مدام منتظر بودند تا به درس خواندن دختران فیصله بدهند. رضا پسری بود که به خاطر برداشت محصولات باغ‌های مردم روستا چند وقتی بود که به آنجا می آمد و در باغ‌ها رفت و آمد می کرد. او در تهران ساکن بود. پسری قد بلند با چشم و ابروی سیاه و سبزرو، با لباسهایی مرتب و موهایی روغن زده که همیشه سیگاری به لب داشت و شاید هم به خاطر همین لبهایش بیش از حد سیاه به نظر می رسید. او با ماشینی که آن روزها دل هر دختر روستایی را می برد به آنجا می آمد. ثریا احساس غرور می کرد که توانسته بود او را برای خودش کند. آنها عاشق هم بودند. در همان روزی که به باغ آنها رفته بود تا با پدرش در مورد میوه ها صحبت کند، او را دیده بود و پسندیده بود. ولی پدرش زیاد راضی نبود. می گفت این پسر معلوم نیست از کجا آمده. خانواده‌ای هم که ندارد. ما به چی اعتماد کنیم؟ پدر می گفت کسی که سیگار بکشد و لب به نجسی بزند قابل اطمینان نیست. ولی ثریا راز دلش را به مادرش گفته بود و مادرش هم به پدر او می گفت بگذار بیاید خواستگاری. اما پدرش قبول نمی کرد. رضا با حرفها و قولهایی که به ثریا داده بود او را مدهوش کرده بود، طوری که دیگر جز رضا کسی را نمیدید. به خانواده می گفت که در شهر درس خواهم خواند و معلم خواهم شد. رضا قول داده که کمک کند، ولی پدر مخالف بود. هیچ کدام از دلایل پدر و مادرش او را مجاب نکرد. چند ماه طول کشید و رضا می رفت و می آمد و دل ثریا را می برد، تا اینکه در یکی از روزهای گرم تابستان رضا ثریا را با خود به تهران برد به بهانه نشان دادن خانه و محل زندگیش. به او قول داد که زود برمی گردیم. وقتی رسیدند رضا گفت بیا دختر، بیا داخل، اینجا خونه خودته، غریبی نکن. او وارد شد و لباسهایش را درآورد و به بهانه اینکه هوا خیلی گرم بود لخت شد و با لباس زیر کمی نوشیدنی در 2 استکان کوچک ریخت و تکه یخ در آنها انداخت. وای چقدر گرمه! نوشیدنی میخوری؟ نه من نمیخورم. اینا حرومه رضا جان، خوب نیست. تو هم نخور. حتما ضرر داره ها. بزن بابا، یه استکان کوچولو بزن، میبرتت بهشت. بخور، نترس، من که بد تو رو نمیخوام. ثریا محو خانه بود و در خیالات خودش غرق شده بود. خانه ای کوچک و نامرتب، همه جا لباس و ظروف کثیف.
و پر از آشغال. ثریا با خودش می گفت خب پسر است، زن که ندارد تا خانه را تمیز کند. خودم که بیایم اینجا را مثل دسته گل خواهم کرد. در حالی که داشت لباسها را از روی زمین جمع می کرد و ظرفها را به آشپزخانه می برد گفت رضا جان، مگه چند نفر در این خانه هستید؟ همه این لباسها مال توست؟ بگذار زنت بشوم، اینجا را مثل دسته گل خواهم کرد. رضا جان بریم دیگه، بابام نگران میشه ها. کار خوبی نکردیم، بابام منو میکشه اگه بفهمه. عجله نکن، میریم. بیا اینجا بشین کنارم تا خوب ببینمت. زحمت نکش خانمی. رضا از پشت ثریا را در آغوش گرفت و روی تخت انداخت. ثریا که ترسیده بود از این کار رضا ناراحت شد. با کمی ناز گفت رضا جان چی کار میکنی؟ نکن، گناهه، ما هنوز محرم نیستیم. رضا با خنده بلندی گفت بس کن دختر، این حرفای بی‌معنی چیه میگی؟ با صدای کشدار و با تمسخر ادای ثریا را درآورد. محرم نیستیم. بعد روی ثریا غلتید و او را در آغوش گرفت و گفت باید هر چه زودتر برگردیم. خانواده‌ات نگران میشن، مخصوصاً بابای ملات که چشم دیدن منو نداره. ولی اول باید کاری بکنم که دیگه هیچ کس نتونه جلوی ما رو بگیره. میفهمی؟ دختر باید تو رو مال خودم بکنم. من عاشقتم. دختر میفهمی تو این چند ماه چی به سر من آوردی؟ معلوم بود حرفایش برای مسخره کردن بود. ثریا را بغل کرد. ثریا که تعجب کرده بود دست و پا زد تا خودش را نجات دهد، ولی نمیتوانست. زورش نمیرسید. چند بار خواهش کرد، داد زد، التماس کرد، ولی فایده ای نداشت. رضا دیگر آن رضای همیشگی نبود. وحشی شده بود. اصلا صدای ثریا را نمیشنید. و ثریا ظهر آن روز گرم تابستان دیگر دختری نبود که با هزاران آرزو میخواست از خانه پدری خداحافظی کند و با لباس سفید عروسی دست در دست کسی که عشق را از او آموخته بود بدهد و برود برای زندگی زیباتر. او یک زن شده بود، زنی که در سن 12 سالگی مورد تجاوز مردی قرار گرفته بود که هیچ چیز از او نمیدانست. فقط عاشقش بود. دیگر فریاد نزد، صدایش در نمی آمد. مثل پرنده‌ای که در حال پرواز بوده و ناگهان صیادی او را شکار می کند. بیحال شده بود، بیرمق. قلبش مثل همان پرنده تند و تند میزد. تمام بدنش میلرزید. رضا همانطور روی تخت دراز کشیده بود. ثریا بلند شد. چقدر عجیب و غریب بود. بدن رضا را نگاه کرد. او دیگر که بود؟ رضا را نمی شناخت. به خودش نگاه کرد و بلند بلند گریه کرد. او با اضطراب و نفرت داد میزد. رضا چرا این کار رو کردی؟ نامرد، کثافت، وحشی. ناگهان استفراغ کرد. او تمام سخنانی را که در این چند ماه از رضا شنیده بود و هر آنچه را دیده بود، هرچه امروز بر او گذشته بود را بالا آورد. نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد. رضا نگاهی به او کرد و فریاد کشید. بس کن دیگه دختره دهاتی، ببین چی کار کرد، بیشعور. پاشو گمشو برو حموم، همه خونه رو به گند کشیدی. بعد از چند ساعت که آن دو حال طبیعی خود را پیدا کردند تازه ثریا فهمید که چه بلایی سرش آمده. فقط گریه می کرد و می گفت منو به خونمون ببر، زود باش. رضا یک بلوز و شلوار برای او آورد تا خودش را تمیز کند و ثریا را دلداری می‌داد که نترسد. خودش هم
لباسش را پوشید. بعد او را به روستا برد. در راه برگشت داخل ماشین مدام میگفت چرا انقدر میترسی؟ قول میدهم که بیام و بگیرمت. همه چیز درست میشه. به روی خودت نیار. منتظر باش تا من بیام. الان هیچی نگو ها. آن روز تمام شد. شب شده بود. مادرش مدام به کوچه میرفت و برمیگشت. پدرش در حیاط لب باغچه نشسته بود و با بیلچه کار میکرد تا متوجه گذر زمان نباشد، ولی چقدر نگران بود. این را از چهره برافروخته و بیلچه های بی هدفی که میزد میشد فهمید. با صدای باز شدن در حیاط از جا بلند شد، ولی مادر ثریا جلو دوید و او را بغل کرد و به داخل خانه برد و با دست به پدرش اشاره کرد که یعنی بنشیند و آنها را تنها بگذارد. آمدی مادر جان، کجا بودی؟ کلثوم میگفت صبح با رضا رفتی. راست میگفت؟ ثریا فقط گریه کرد. پدرش بلند شد و وارد شد. بیلچه را به طرف او پرت کرد و داد زد. برو گم شو همون جایی که تا حالا بودی. مادر او را به اتاقی دیگر برد و در را بست. بیا داخل. آبرومونو بردی. چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ خاک بر سرت. چه بلایی سرمون آوردی؟ مادر شاید حدس بدی میزد، ولی از ترس به زبان نیاورد. چندین روز گذشت ولی از رضا خبری نبود. ثریا از همه میپرسید ولی هیچ خبری نبود. به حفظ جان بلادیده سعی من بیجاست که پاس خرمن آفت رسیده‌ای دارم. او دیگر نمیتوانست چیزی را که اتفاق افتاده بود مخفی کند، چرا که او حامله بود. ولی از رضا خبری نبود. مادرش او را همراه شناسنامه و چند دست لباس سوار مینیبوس های تهران کرد و با گریه گفت برو و با رضا برگرد. اگر عقدت کرد برگرد، چون الان 4 ماهه‌ای و چیزی معلوم نیست. کمی که بگذرد برادرها و پدرت بفهمند چه خاکی بر سرمان شده تو را خواهند کشت و ما باید از ترس آبرویمان سر به کوه بگذاریم. پدرت طاقت ندارد، میمیرد. برو، خدا به همراهت. ثریا رفت. او از آن همه خاطرات و زیبایی زندگی کودکانش فقط چند دست لباس و یک شناسنامه سهم برد، به علاوه کمی پول، کمی نان و غذا و دیگر هیچ. وقتی به تهران رسید با آن کمی سواد و حافظه‌ای که داشت توانست آدرس را پیدا کند. به همان خانه رسید. تمام بدنش می‌لرزید. از عصبانیت بود یا از یادآوری خاطرات آن روز تلخ. نمی‌دانست. فکر می‌کرد همه چیز به خیر تمام خواهد شد. با خودش می‌گفت رضا من را دوست دارد. او همیشه به من میگفت عاشق من است. حتما گرفتاری پیش آمده که نتوانسته به روستا بیاید. چند بار در را زد ولی کسی نبود. با خودش گفت حتما سر کار رفته. میآید. روی سکوی جلوی در نشست و چیزی خورد و منتظر ماند. در افکار خودش غرق بود که خانم مسنی رسید. به او نگاهی کرد و گفت دخترم چرا اینجا نشستی؟ غریبی؟ از سر و وضعت معلومه که اهل اینجا نیستی. بله خانم جان، منتظر صاحب این خونه هستم. رضا قوامی. او را میشناسید؟ من یک عکس هم از او دارم. ببینید خاله جان، او را میشناسید؟ ثریا بی اختیار اشک ریخت. عکس را از کیفش بیرون آورد و به پیرزن نشان داد. پیرزن نگاهی انداخت و سرش را تکانی داد و گفت ای روزگار، دختر جان با او چی کار داری؟ بیا به خانه من برویم تا برایت ماجرا را تعریف کنم. شاید هم شب را ماندی و فردا برگشتی. بیا مادر، الان دیر وقت است. خوب نیست در کوچه تنها بمانی. تا خدا چه بخواهد. ثریا بی‌طاقت بود که ماجرا را بداند. پیرزن می‌ترسید و حیا می‌کرد. مهری خانم همسایه رضا بود. مهربان و ساده بود، مثل مادرش. ثریا نفهمید چه اتفاقی افتاد که سفره دلش را برای او باز کرد و در انتها گفت
باید اونو پیدا کنم وگرنه مرا میکشند. دیگر نمیتوانم به شهرمان برگردم. اگر تنها بروم میمیرم. پدرم دق میکند. تو را به خدا اگر چیزی میدانی بگو. کجا او را پیدا کنم؟ چه بلایی سرش آمده؟ شما خبر دارید؟ مهری خانم فهمید که ثریا هیچ راه برگشتی ندارد، ولی ماجرا وقتی بدتر شد که ثریا فهمید رضا و دوستانش در آن به اصطلاح خانه چه کارها می کردند. مهری خانم گفت: عزیزم، تو باید بدونی که منتظر او نباشی. یک روز تابستان رضا طبق معمول با یک دختر به این خانه آمدند، ولی این بار 3 نفر از دوستانش هم آمدند. آنها با آن دختر چه کردند خدا می‌داند، ولی بالاخره از صداهای ناهنجار و جیغ و دادهای آن دختر یکی از همسایه‌ها به پلیس زنگ زد و آنها هم ریختند و متوجه شدند که دختر بیچاره برای دفاع از خودش با چاقوی آشپزخانه رضا رو کشته بود. بعد هم خودش رو از این دنیا خلاص کرده بود. پلیس وقتی رسید رضا و دختره بیچاره را بیجان یافتند، ولی بقیه را گرفتند و بردند. این خانه هم تخلیه شد. این خانه محل جمع شدن آنها بود و هر کاری در آن می کردند. پلیس انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی و چه چیزها که پیدا نکرد و این خانه را که خانه فساد بود پلمب کردند. ثریا های های گریه می کرد، ولی دیگر فایده ای نداشت. همه چیز تمام شده بود و کودکی که در شکم داشت داغ ننگی بر پیشانی او بود که تا ابد با او بود و قادر به پاک کردن آن نبود. به پاهای مهری خانم افتاد که کاری برایش بکند. او تنها و بیکس بود. چه می توانست بکند؟ نه راه برگشت داشت و نه در این شهر بزرگ کسی را داشت. مهری پیرزن تنهایی بود که از راه بافتن لباس بچگانه و لیف و غیره پول کمی در می آورد و در یک اتاق کرایه‌ای زندگی می کرد. چند روزی گذشت. مهری دلش نمی آمد او را بیرون کند. از طرفی ثریا جایی نداشت. کم کم زمستان می رسید و هوا داشت سرد می شد. برف و سرما بر غصه های ثریا افسوده بود. همه کارهای مهری را می کرد تا بلکه او را بیرون نکند. لباسهای او را می شست و غذا می پخت. کم کم بافتن را از مهری خانم یاد گرفت و در کار بافتن لباسها هم به او کمک می کرد. مهری خانم به همسایه ها گفته بود که او دختر خواهرش است که از شهرستان آمده و به صاحب خانه هم گفت که چند روز اینجا مهمان است و به زودی خواهد رفت. یک روز که برف سنگینی باریده بود مهری آمد. حال خوبی نداشت. از نانوایی می آمد. نانها را جابجا کرد و به ثریا نگاه کرد و گفت: باید از این خانه بروی. نمی توانم جواب صاحب خانه را بدهم. حق دارد بنده خدا. اینجا را به 1 نفر کرایه داده و حالا هم که قرار است 3 نفر شویم. تازه منم کرایه بیشتر نمی توانم بدهم. چه کار کنم؟ گویا فهمیده که تو رفتنی نیستی. میگوید چند ماه از اینجایی. مهمان چند روز میماند، نه چند ماه. اگر ما را بیرون کند در این سرما میمیریم. ولی خاله جان، من با این شکم کجا بروم؟ هر کاری بخواهی میکنم. فقط مرا تنها نگذار. در خیابانهای تهران من کجا بروم؟ تو را به خدا تا دنیا آمدن این معصوم فرصت بده. بعد ببینم چه میکنم. شما را به خدا لباس بیشتری میبافم تا کرایه بیشتری بدهیم. نمیشود؟ ثریا در حالی که اشک میریخت نشسته بود و التماس میکرد. مهری با صورتی برافروخته و در حالی که همه مردها را لعنت و نفرین میکرد گفت: باشه، ولی دخترم قول بده اگر کسی را برای ازدواج با تو پیدا کنم با او بروی و من را از زیر بار این مسئولیت آزاد کنی. باشه؟ ثریا بدون هیچ فکری و با خوشحالی کودکانه‌ای گفت: چشم خاله جان، فقط مرا عهد کند. من دیگر هیچی نمیخواهم.
قول میدم اگر قبول کند اسم بچه‌ام را در شناسنامه‌اش بنویسد، من هر کاری بخواهد میکنم. کلفت خانه‌اش میشوم. از دیده بارم و از دل برارم، بی روی ماهی اشکی و آهی. دیگر ز جانم ای غم چه خواهی؟ از داغ هجران چون اشک لرزان، افتاده ام من بر خاک راهی. دیگر ز جانم ای غم چه خواهی؟ او رفت و با او رفت آرزوها، سودی نبردم از جستجوها. هر سو دویدم شادی ندیدم، دیگر ز جانم ای غم چه خواهی؟ چند روز گذشت. مهری خانم مدام سرفه می کرد و گاهی از سرفه سیاه می شد. ثریا هر کاری برایش می کرد، ولی او روز به روز بدتر می شد. دکتر هم جواب درستی نمی داد. او با آن حال بدش مدام به همسایه ها می سپرد تا برای ثریا شوهر مناسبی پیدا کنند. مدام می گفت می‌ترسم بمیرم و تو بی پناه بمونی دخترم. تا اینکه یکی از همسایه‌ها مردی به نام کوروش را معرفی کرد. مرد بدی به نظر نمی آمد. وضع او خوب بود ولی بچه دار نمی شد. به خاطر همین 3 بار زنهایش را طلاق داده بود و سن و سالش هم بالا بود. فقط کسی را می خواست که از تنهایی درآید و کارهایش را بکند. و حالا که ثریا بچه‌ای هم می آورد، برای او هم بد نمی شد. پس ماجرا به خوبی تمام شد و همان شب ثریا قبول کرد. فقط به شرطی که کوروش اسم بچه اش را در شناسنامه اش بنویسد به عقد او درآمد. مهری ثریا را به کوروش سپرد و چند دست از لباسهای خودش و کمی پول به ثریا داد و زندگی را بدرود گفت. ثریا از کوروش هیچ نمیدانست. فقط مثل کلفت به خانه‌اش رفت. چقدر آرزوهای زیبایی داشت و فکر می‌کرد با رضا چه عروسی زیبایی خواهند داشت. ولی او می‌دانست که آرزوی عروسی خودش را به گور خواهد برد. با غمی 2 برابر روزها را سپری می‌کرد. چرا که حالا دیگر مهری هم نبود و او کاملا تنها بود. ثریا حال خوبی نداشت. ماه‌های آخر حاملگی در خانه مردی که هیچ شناختی از او نداشت. هر روز افسرده تر می شد. مخصوصاً وقتی فهمید کوروش معتاد است. کوروش می گفت کتاب دختران نیلی، قسمت 4، نویسنده و راوی لیلا کهن. AvayaBook.com. کوروش می گفت تفننی می کشد و روی کار و زندگی او تأثیری نگذاشته. ولی اینطور نبود. او بد اخلاق بود و دست به زن هم داشت. ولی خدا را شکر در کوچه و دکانش آبروداری می کرد و بقالی او هم خوب کار می کرد. یک روز که دید ثریا باز هم گریه می کند و هر روز افسرده تر می شود به او گفت اینقدر گریه نکن. بیا با من بشین یکم بکش. حالت خوب میشه. بیا. تازه منم از تنهایی در میام. پاشو. با وجود مخالفت‌های ثریا و فرار کردن‌های مدام او از این پیشنهاد دیگر نتوانست مقاومت کند و به زور مجبور شد که بکشد. ثریا می گفت خودم به جهنم، این بچه بدبخت مریض نشه. نه بابا اونم خوشش میاد. تو که همیشه دودشو میکنی تو حلقه. حالا مستقیم بکش. چی میخواد بشه؟ دختر بکش حال کن. بذار اون بدبختم حال کنه. از بس تو گریه میکنی اونم دق کرد به خدا. چند روزی گذشت و حالا دیگه ثریا از کوروش هم جلو زده بود.
هر دو می‌کشیدند و می‌خوردند و می‌خندیدند تا اینکه بچه او به دنیا آمد. آن طفل معصومی که ناخواسته معتاد به دنیا آمده بود. او در همان خانه قد کشید. دختر زیبایی شده بود و به درس و مدرسه هم علاقه زیادی داشت. ثریا نگذاشته بود به بساط آنها نزدیک شود. او را تا میتوانست دور نگه داشته بود. کوروش چند سالی بود که به مغازه نمی رفت. به خاطر مصرف بالا مغازه را فروخت و دود کرد. او مجبور شد خانه را هم بفروشد و در یک محله پایین شهر یک خانه کوچکتر گرفت. ثریا را هم مجبور کرد کار کند. اوایل فقط رختشویی و کار کردن در خانه ها بود، ولی کم کم کار فرق کرد. او مجبور بود چون حالا دیگر خودش هم معتاد بود و خرجشان زیاد شده بود و رختشویی و غیره کفاف نمیداد. کوروش هرچه می گفت او انجام میداد. هر چند شب یک بار ماشینی دنبال او می آمد و او کمی به خودش می رسید و می رفت و صبح می آمد. چند ساعتی گریه می کرد و خودش را می زد و ناله و نفرین می کرد و بعد دوباره پای بساط همه چیز را فراموش می کرد. آن دو پای بساط حالشان خوب بود. مهربان می شدند. ولی یک روز در همان حال و هوای بیخبری از دنیا در مورد فرشته حرف به میان آمد. تا کی دختر رضا خوشنامو باید نون بدم؟ اونم مفتی. خفه شو احمق، بچه میشنوه. کوروش داد زد. بس دیگه، حالا وقت کار کردن اونم رسیده. میدونی چقدر مشتری داره؟ تو دیگه به درد نمیخوری. پول 10 تا شب کار کردن تو رو اون تو یه شب در میاره. از فردا میره سر کار. ناگهان ثریا بلند شد. داد و فریاد کرد. خواهش و التماس. تو را به خدا قسمت میدم اونو به این کار نکش. تو این 13 سال هر کاری بگی کردم. خواهش میکنم به پاهات میافتم. اون دختر هنوز بچه است. بذار درسشو بخونه. یک دفعه کوروش عصبانی شد و انبر را که از گرمای زغالها سرخ شده بود را به صورت ثریا نزدیک کرد و گفت بس دیگه، خستم کردین. صدات در بیاد کاری میکنم دیگه نتونی از خونه بری بیرونا. او انبر را به صورت ثریا نزدیک کرد و به شانه او زد. ثریا جیغ بلندی کشید و کوروش او را هل داد. ثریا روی زمین افتاد و کوروش دوباره سراغ منقل رفت و با صدای کشدار و بیحال و تو دماغی داد زد. ببین چی کار کردی؟ احمق، هرچی زده بودیم پرید. آخه مگه من چی گفتم؟ خب درسم بخونه. دخترای اندازه اون خرج 2 تا خانواده رو میدن. ثریا در حالی که از شانه‌اش خون می آمد روی زمین افتاده بود و گریه می کرد و خودش را لعنت می کرد. فرشته داخل شد و گفت چه خبره باز؟ افتادید به جون هم؟ باشه میرم، بس کنید. هرچه از ثریا پرسید او جوابی نداد. جوابی نداشت که بدهد. کوروش در حالی که زیر شلوارش را که پایین افتاده بود را بالا می کشید به طرف آشپزخانه رفت تا زغالها را دوباره قرمز کند. فرشته هم کمی آب و قند درست کرد و به ثریا خوراند. مامان جان چی شده؟ قصه نخور. هم کار میکنم هم درس میخونم. من میتونم. ثریا در حالی که اشک میریخت و آب قند را میخورد به چشمهای زیبای فرشته‌اش نگاه کرد و آهی سرد کشید و گفت قربونت برم. پاشو برو سر درسات. مگه امتحان نداری عزیزم؟ من خودم اینا رو جمع میکنم. پاشو عزیزم. دختر بیچاره که از همه جا بیخبر بود به اتاقش رفت، ولی غافل از خوابی بود که برایش دیده بودند. بدخواه وطن بهر تو دلسوز نگردد، زین گرگ بیندیش که چوپان شدنی نیست. فردای آن روز کوروش با مهربانی به اتاق او رفت. مثل یک روباه کار کشته شروع به زبان بازی کرد. گلم امروز که تعطیله، یکم استراحت کن. بسه دیگه، چقدر درس میخونی؟
فرشته که او را خوب میشناخت میدانست کوروش وقتی کاری داشت اینطور مهربان میشد. کمی عقب رفت و گفت چی شده؟ کوروش درس دارم به خدا. فردا امتحان دارم. چیزی لازم داری؟ هرچی داشتم که دیروز دادم. به خدا دیگه پول ندارم. کوروش دست او را گرفت و روی زمین نشاند و کمی صورت و دماغ خودش را خاراند و در حالی که لحنش عصبی شده بود با صدای تو دماغی و گرفته ولی محکمتر و کمی بلند گفت ببین دختر، من تا حالا هیچی از تو نخواستم، درسته؟ ولی حالا دیگه بزرگ شدی. وضعیت من و مامانت رو هم که میبینی. دیگه کار کردن برای ما سخت شده. نمیتونیم خرج تو و مدرسه تو بدیم. باید کمک کنی. وگرنه مدرسه بی مدرسه. فرشته که آرام گریه میکرد و تمام بدنش میلرزید، زبانش خشک شد. نمیتوانست حرف بزند. با زور و با لکنت زبان گفت چی کار کنم؟ چه کاری؟ باشه میرم. هر کاری که بگی میکنم. فقط مامانم رو اذیت نکن. بذار امتحانم تموم بشه. باشه میرم سر کار. تابستون رو کار میکنم. همین چند روز رو به من فرصت بده. بعد میرم. هر کاری بگی. فقط این چند روز. آخه امسال برای شاگرد عبدالله جایزه میدن. قول میدم جایزم رو بدم به تو. قول. کوروش مثل بچه‌ای آرام شد و با لبخندی شیطانی گفت جایزش نقدیه؟ آره، به خدا میدم به تو. کوروش نگاهی به او انداخت و با بیحالی بلند شد و گفت باشه، من بازم صبر میکنم تا دختر گلم شاگرد اول بشه. ببینم چیکار میکنی ها؟ و از اتاق بیرون رفت. فرشته با چشمهایی سبز و موهایی خرمایی تیره و کمی مجعد، لبهایی سرخ و کوچک با پوست سبز، لاغرندام و قدی بلندتر از بقیه همسن و سالهایش، ترکیبی زیبا از ثریا و رضا بود. ولی در این خانه آنقدر زیبا به نظر نمی رسید. دوستاش همیشه می گفتند که او زیباست. ولی زیبایی او به چه کارش می آمد؟ او تصمیم داشت درس بخواند و روزی خودش و مادرش را از دست کوروش و این محله رها کند تا دیگر هر روز با ترس و لرز معتادانی که در گوشه و کنار محله چرت می زدند و یا کنار دیواری روی زمین افتاده بودند و معلوم نبود کی مرده اند نجات دهد. او میدانست کوروش به او فرصت نخواهد داد. هر کاری که او میخواست باید انجام میدادند وگرنه از دست کتکهای او در امان نبودند. فرشته همیشه میلنگید به خاطر کتکی که در کودکی خورده بود. یک پایش آسیب دیده بود. صورت کوچکش همیشه سیاه و کبود بود. جای سوختگی‌های کوچک و بزرگ روی دستهایش زیاد بودند که جای انبرهای داغی بود که کوروش عادت داشت روی بدن او به یادگار بگذارد. به هر بهانه‌ای این کار را می‌کرد و می‌خندید. فرشته دیگر عادت کرده بود. شاید دیگر درد نداشت. چند روزی گذشت. گویا قول جایزه شاگرد اول شدن کوروش را آرام کرده بود. فرشته هر روز با ترس و لرز و بی سر و صدا از خواب بیدار می شد و به مدرسه می رفت و ظهر هم وقتی او چرت می زد می آمد تا او را نبیند. بالاخره امتحانات تموم شد و کوروش فرشته را مجاب کرد که سر کار برود. دختر خوبم، دیدی من به تو فرصت دادم. حالا نوبت توه. مرسی کوروش جان. چشم، منم قول میدم سر کار برم. ثریا بیا این دختر رو آماده کن. باید عصری بره سر کار. کامران عصر میاد دنبالش. کوروش نکن. این کارو نکن. رحم کن. من خودم میبرمش تو آشپزخونه خانم نادری کار کنه. قول میدم. کوروش که وحشی شده بود روی ثریا افتاد و شروع به زدن او کرد. جیغ و فریاد و خون. فرشته ناگهان فریاد زد. بسه دیگه ثریا جان، هر کاری تو بتونی منم میتونم. بسه، شما رو به خدا بسه.
من خودم میخوام برم سر کار. کوروش بس کن وگرنه نمیرم ها. اگه بازم کتک کاری کنید یه کاری دست خودم میدم که دیگه منو نبینید. خودمو میکشم ها. که ناگهان کوروش دست از زدن برداشت و در حالی که نمیتوانست درست راه برود خودش را به تلفن رساند. چند تا فحش داد و زنگ زد. فرشته به اتاقش رفت. کمی گریه کرد. بعد از چند ساعت خودش آماده شد. لباس پوشید و منتظر نشست. کوروش دست ثریا را گرفت و با زور و لگد او را به اتاقی دیگر انداخت و در را قفل کرد و غرغر کنان گفت: گم شو تو ببینم. تو نمیذاری این دختره بره. من تو رو میشناسم. همه چیزو خراب میکنی. ثریا در حالی که خودش را میزد به پاهای کوروش آویزان شده بود، اما نتوانست جلوی او را بگیرد. با آه و ناله و گریه داخل اتاق شد. در قفل شد. کوروش خودش را به منقل رساند. روی آن افتاد و کشید. آنقدر که شاید میخواست بمیرد یا دیگر در این دنیا نباشد. او بیهوش افتاد. هیچ کس متوجه رفتن فرشته نشد، یا شاید کسی نمیخواست متوجه شود و به روی خودش بیاورد. حتی لاله عباسی های توی حیات هم امروز دیر کرده بودند. باز نشده بودند و فرشته کوچولو رفت بدون خداحافظی. حتی با لاله عباسی های باغچه هم که شاید منتظر غروب دیگری بودند که ارزش باز شدن و اطرفشانی آنها را داشته باشد. فرشته قبل از رفتن دستگیره در اتاق ثریا را فشار داد، ولی باز نشد. خداحافظی کرد ولی جوابی نشنید. شاید ثریا می‌دانست خدا نگهدارش نخواهد بود در این راه. ثریا آرام گفت: نامرد، در رو باز کن. کاری ندارم. بذار دخترمو ببینم. شاید منو ببخشه. باز کن. او آرام پشت در اتاق روی زمین خزید و گریه کرد، بی صدا. ولی فرشته صدای او را نشنید، یا شاید هم به خاطر حفظ جان مادرش نخواست کار دیگری بکند. چون فکر می کرد کار کردن که بد نیست. مادرم چرا اینقدر نگران است؟ زود می آیم. شاید فقط کمی خسته شوم یا به غرورم بر بخورد. ولی عوضش به مادر مهربانم کمک می کنم. کامران هم حرفی نزد. ساکت و آرام او را به خانه‌ای که قرار بود رساند و رفت. خانه مجللی بود. فرشته با دهان باز وارد شد، ولی خبری از مهمانی نبود. آقای خانه با لباس خواب ابریشمی وارد سالن شد. فرشته کوچولو آنقدر کوچک بود که در این بزرگی دنیا گم شد. او بعد از دادن سلام وارد آشپزخانه شد تا کارش را شروع کند. فکر می‌کرد حتما مهمانی تمام شده و او باید در آنجا مشغول شود. ولی همه چیز مرتب بود. بیرون آمد و با تردید گفت: ببخشید آقا، از کجا باید شروع کنم؟ خانم تشریف ندارن؟ مرد در حالی که لبخند شیطانی بر لب داشت روی کاناپه داخل سالن لم داده بود و سیگاری به لب داشت و لیوانی در دست. چشمهای سیاه، ابروهایی کشیده، لبهایی نازک و دندانهایی زرد کمرنگ که با لبخندش بیرون زده بودند او را در نظر فرشته ترسناک کرده بود. بلند شد و به او نزدیک شد. دود سیگار را از دهانش بیرون داد و لیوان را روی میز عسلی گذاشت و با تمسخر گفت: از اتاق من عزیزم، با من بیا تا به تو نشون بدم از کجا باید شروع کنیم. فرشته آن شب را دیگر به صبح همیشگی نرساند. آن مرد قصد دیگری داشت و روح فرشته از نیات پلید کوروش و دیگران خبر نداشت. حالا فهمیده بود مادرش چرا اینقدر بیتابی کرد و التماس کرد و کتک خورد. حالا میفهمید چرا هر وقت مادر بیچاره اش
از کار کثیف شبانه برمیگشت، ساعتها گریه میکرد و خودش را میزد و نفرین میکرد. نیمه های شب بود. او میجنگید تا نجات یابد، ولی خیلی ضعیفتر از آن پلیدی بود. چندین بار کمک خواست و خواهش کرد، التماس کرد و جنگید، ولی دستهایش قدرت دور کردن آن مرد را نداشت و در نهایت دستش را به ساعت کریستالی که روی میز کنار تخت بود رساند و آن را به سر مرد کوبید تا بیهوش شود و او بتواند فرار کند. ولی مرد دستمردار نبود. ساعت را با خشونت از دست او گرفت و به دیوار کوبید و ساعت چندین تکه شد. فرشته بلند شد، خواست فرار کند، ولی مرد دنبالش کرد و او را از عقب گرفت، مثل بچه خرگوشی که به چنگال گرگی گرسنه بیفتد. فرشته در حالی که بی صدا دست و پا میزد، تکه‌ای از شیشه های کریستال را که روی زمین ریخته بود برداشت و به شکم مرد که دوباره او را روی تخت انداخته بود فرو کرد. مرد بلند شد و دستش را روی شکمش کشید. با دیدن خون روی فرشته افتاد. او با زور خودش را از زیر بدن نیمه جان مرد بیرون کشید و از ترس اینکه دوباره او را نگیرد چند ضربه دیگر هم با شیشه‌ای که در دستش بود به پهلوی مرد زد. تمام شده بود. دیگر همه چیز تمام شده بود. صیاد ز پیش آید و گرگ عجل از پی، آن صید ضعیفم که ره پیش و پسم نیست. ساعت 2:30 شب بود که خونین و وحشت زده تلفن را برداشت و به پلیس گزارش قتل را داد و گفت من یک مرد را کشتم. پلیس آمد و او را که خودش اعتراف کرده بود بردند. در دادگاه همه چیز طور دیگری وانمود شد. آنها گفتند فرشته کلفتی بود که مدتی در خانه آنها کار می‌کرده و آن روز هم بعد از مهمانی در آن خانه مانده بود تا به خانم کمک کند، ولی او که دختری از یک خانواده فقیر بوده قصد دزدی داشته که آقا متوجه شده و در حالی که می‌خواسته جلوی او را بگیرد کشته شده. اینها صحبت‌هایی بود که وکیل خانم خانه که از فرشته به خاطر قتل شوهر عزیزش شکایت کرده بود مطرح کرد و فرشته نتوانست آنها را مجاب کند. آه و افسوس از بیکسی فرشته کوچولو. چقدر همه برای مظلومیت آقا گریه کردند و چقدر خانم خانه برای مرگ عزیزش اشک تمساح ریخت. او به خانواده فرشته قول پول خوبی داد که حرفی نزنند و همه چیز آبرومندانه تمام شود، چرا که آقا از افراد سرشناس بود و این مسئله برایشان گران تمام می شد. وکیل پول ناچیزی به آنها داد و آنها را از ماجرا دور کرد. کامران و کوروش و ثریا رفتند و پشت سرشان را هم نگاه نکردند. البته ثریا گهگاهی به خانه آنها می رفت و التماسی می کرد برای آزادی فرشته، ولی با کمی پول و یک داد و فریاد و کمی کتککاری از محل دور می شد. حالا فرشته اینجا بود. البته چند سالی منتظر ماندند تا به سن قانونی برسد و تنها کاری که ثریا توانسته بود انجام دهد این بود که پولی کمتر از پیشنهاد آنها را بگیرد و کنار بکشد تا حکم قصاص دخترش را به ابد تبدیل کند. و چقدر این حکم عادلانه بود. اشک غم افسرده دارد چهره ما را همی، موج پرچین می کند رخسار دریا را همی. بس که طاقت سوز باشد ناله مستان ام، شب به محفل پنبه در گوش است مینا را همی. هیچ کس جویای کام از عشرت امروز نیست، خلق دارند انتظار عیش فردا را همی. چون سیه روزی که سوزد
در غم بخت بلند می کشد دل حسرت آن سرو بالا را همی. گرمی بزم طرب از ناله جانسوز ماست، بانگ بلبل گرم دارد بزم گلها را همی. آسمان یک دم بی حیله و نیرنگ نیست، شاهد دنیا فریبد اهل دنیا را همی. اینجا روزها خیلی سخت شب می شدند، مثل اینکه خورشید هم دلش به حال آنها می سوخت، نمی خواست برود و آنها را تنها بگذارد. شاید از روبرو شدن با خدا خجالت می کشید که نتوانسته برای مظلومیت آنها شهادت بدهد. می خواست درد دل آنها را بشنود و با سوز و گداز آنها را بنگرد. خورشید به آنها نگاه می کرد و داغ داغ می شد و در نهایت می سوخت. وقتی غروب از پنجره به بیرون نگاه می کردی می دیدی که خورشید چگونه در جنگ با تاریکی خونین و زخمی می شد و در نهایت این شب بود که برنده میدان می شد و خورشید را زیر پرده سیاه خود می کشید. تا چند دقیقه صحنه همچنان از خون خورشید سرخ رنگ بود. اینجا در بین این دیوارهای بلند من و همه آنها بودیم، با یک دنیا حرف. با خودم خلوت کرده بودم که ناگهان پریسا وارد شد. کنارم نشست و سرش را روی شانه‌ام گذاشت و گفت: بابا بی خیال، چقدر فکر میکنی؟ پیر میشی یا؟ این دنیای بعد ارزش نداره به خدا. بیا بریم شام بخوریم. تو چرا اینجایی؟ خندید، یک خنده تلخ همراه با بغض و گریه. پریسا میگفت: کتاب دختران نیلی، قسمت 5، نویسنده و راوی لیلا کهن. audiobook.com پریسا می گفت: کاش تنها بودم، کاش خودم بودم و یک مامان و یک بابا. چشمهای سیاه و قشنگش پر از اشک شدن و ناگهان اشکها خشک شدن. چشمهاش خشن شدن. دستم رو گرفت. سرد بود. یعنی چی؟ مگه آدم چند تا مامان و بابا داره؟ تو هم اذیت میکنی یا؟ نگاهم کرد و گفت: آنجایی که من به دنیا اومدم پر از حلبی بود، پر از درب و پنجره کهنه و درهای بی شیشه که به جای شیشه نایلون کشیده بودن. درهای خونه ها قفل و بست نداشت. داخل خونه هایمون همیشه بوی آشغال و آهن زنگ زده میداد. تابستون ها بهتر از زمستون های یخ زده بود، چون گرمای خورشید اونها رو داغ می کرد. بیرون از خانه بازی می کردیم و گاهی از بین آشغالها اسباب بازی شکسته‌ای یا لباس پاره‌ای یا روسری و کفش کهنه‌ای پیدا می کردیم. آنقدر به خاطر آن آشغالها دعوا می کردیم و کتک می خوردیم تا بالاخره نیمه جان گوشه‌ای می افتادیم. اگر بزرگتر از خودمان می رسید که تازه بدبختی شروع می شد، چون باید با گریه نگاه می کردیم. آنها قوی تر بودند و هرچه می گفتند ما باید گوش می کردیم. ما مثل سگ‌های گرسنه به هم نگاه می کردیم و بر سر هر چیزی می جنگیدیم. ولی تنها چیزی که نمی دانستیم یعنی چه پدر داشتن بود. پدر خودم معنی نداشت. حتی بعضیها مادری هم برای خود نداشتند تا سرشان را بر دامانش بگذارند و به بدبختی‌هایشان بگریند.
آنجا زنان حامله زیاد بودند که میزاییدند و به همین راحتی مادر میشدند. مادر من هم یکی از همان زنان بود. 10-12 ساله بود که من را زایید. میگفت زمستان بود که به دنیا آمدم. برف سنگینی باریده بود و او در اتاق ننه خان من را به دنیا آورده بود. اسمش گلی بود. البته این را هم من شانس آورده بودم که میدانستم چون آنجا کسی شناسنامه و مشخصات نداشت، نه پدر و مادری و نه اسم ثبت شده ای. گلی می گفت از دهات سیستان بود. پدرش معتاد بود و به خاطر حمل مواد مخدر در سیستان تحت تعقیب بود که تصمیم گرفت برای چندمین بار از آنجا فرار کند. زن و بچه ها را جمع کرد و به امید فرار از پلیس به راه افتاد. در تعقیب و گریز مادر گلی تیر می‌خورد و پدرشان هم گلی و خواهر و برادر بزرگترش را می‌ترساند که تا جایی که می‌توانید دور شوید و منتظر ما نمانید و بروید. ما خودمان شما را پیدا خواهیم کرد، ولی اگر تا صبح به جاده نرسیدیم شما به همراه برادرتان به مشهد بروید. او همه چیز را بلد است و می‌داند چه باید بکند. آدرسی را به برادر گلی می‌دهد و می‌گوید که تو به جای من این مواد را ببر و پولش را بگیر. ما شما را در مشهد پیدا می‌کنیم. گلی آن موقع 1 ساله بود و خواهرش 8 ساله و برادرشان که نقش پدر را بازی می‌کرد فقط 12 سال داشت. آنها تک و تنها و بدون هیچ وسیله‌ای سرگردان می‌شوند. گلی مدام گریه می‌کرد و اعظم و جلال می‌دویدند. صبح کنار خیابان خوابشان برده بود که هوا کمی روشن شد. جلال زودتر از همه بیدار شد تا ببیند کجا هستند. اعظم بیدار شو، به جاده رسیدیم. الان ماشین مشهد میاد و نجات پیدا میکنیم. گلی هم بیدار شد و گریه کرد و بهانه مادر را گرفت. اعظم او را به بغل گرفت و بوسید. بیا بغلم جانم عزیزم، بیا کمی نان بخور تا مامان بیاد. الان مامان و بابا هم میان. درست میگم داداش؟ اصلا ما چرا فرار میکنیم؟ چی میگی جلال؟ بیا برگردیم و به پلیس همه چیزو بگیم. با ما که کاری ندارن. میریم پیش خاله. کجا برگردیم؟ دختر خل شدی؟ این همه مواد همراه ماست. اگه گیر بیفتیم تا آخر عمرمون تو زندونیم. ندیدی آقا جون چی گفت؟ ولی گلی گناه داره. ما هم گناه داریم. اصلا ما کجا بریم؟ او شروع کرد به گریه کردن. گلی هم گریه کرد ولی جلال خودش را مرد نشان میداد. داد زد بس کنید، گریه نکن ازم، بچه میترسه. پاشو گلی رو بلند کن، تا مشهد چیزی نمونده. باید تا ظهر برسیم. آقا جون گفت اگه نیومدن ما بریم. اگه ماشین مشهد اومد ما سوار میشیم و میریم. آقا جونم خودش ما رو پیدا میکنه. اعظم گلی را به پشت خود بست و اشکهایش را پاک کرد و تکه نانی را که مادرش به کمرش بسته بود بیرون کشید و با گریه کمی را به گلی داد. کمی هم به برادرش و خودش هم کمی خورد. مادر می‌دانست که این آخرین تکه نانی است که به عزیزانش میداد و شاید آخرین نوازش او بود. در آن شب که با دستان خونین آنها را روانه کرد و خودش ماند. او دیگر رمقی برای فرار نداشت. این چندمین بار بود که به خاطر شوهرش تن به این کار میداد و با بچه‌های معصومش آواره کوه و بیابان می شدند. ولی این بار گلوله‌ای که به بدن او خورد کار را برایش سخت کرد و میدانست که دیگر بس است. به شوهرش نگاه کرد و گفت تو برو، بچه‌ها را به خواهرم بسپار و برو. من آنها را مشغول می کنم تا شما فرار کنید. جلال خیلی ترسیده بود ولی به روی خودش نمی آورد. اما خواهرهای کوچکش با دیدن خونریزی مادرشان و چهره رنگ پریده و خسته او دیگر تاب نداشتند. مدام گریه می کردند. در آن خرابه در بیابانهای سیستان کسی به داد آنها نمی رسید. پدرشان به مادر آنها نگاهی کرد که حالا دیگر چشمهایش بسته شده بود. پدر
مطمئن بود که کار او تمام شده، ولی برای اینکه بچه‌ها نترسند به روی خودش نیاورد. بسته ای را در جیب مخفی جلال گذاشت و آدرسی را به او داد و گفت شما بروید و پشت سرتان را نگاه نکنید. مادرتان خوابیده. وقتی بیدار شد و حالش بهتر شد ما هم خواهیم آمد. خیلی خسته شدم. پس چرا ماشین نمیاد؟ راستش رو بخواهی من هم خیلی خسته‌ام و هم خیلی گرسنه. کاش مامان نان بیشتری گذاشته بود. آن دو آه سنگینی کشیدند و بی صدا گریه کردند تا گلی نفهمد و بهانه نگیرد. گریه نکن خواهرم. تو که همیشه مثل مادرمان بودی. مراقب ما بودی. حالا چه شده؟ کمی دیگر که برویم خورشید هم در می آید و ماشین ها هم راه می افتند و ما سوار می شویم. در مشهد همه چیز تمام می شود. قول می دهم. آنها کمی نشسته بودند که مینیبوس از راه رسید. جلال گفت صورتت رو بپوشون که کسی ما رو نشناسه وگرنه سراغ مامان و بابا رو میگیرند و خطر داره. سوار شدند و نشستند. مینیبوس به راه افتاد. خدا را شکر مسافر زیادی نبود و تا مشهد بچه‌ها استراحت کوتاهی کردند. در مشهد جلال تقریباً همه جا را می شناخت چون چندین بار با پدرش آمده بود و راه و چاه را می دانست. آنها را به قهوه خانه ای برد. آنها خود را تمیز کردند و گلی را هم مرتب کردند و صبحانه ای خوردند. جلال جان حالا چی کار کنیم؟ کجا بریم؟ نترس، من همه جا رو بلدم. خودم میرم و زود با پولها برمیگردم. تو با گلی همینجا بمون. میسپارم تا یه جای خوابم بدن تا استراحت کنیم. ما هم میایم. اگه اتفاقی بیفته ما از کجا بفهمیم؟ نه، شما بمونید. اونجا جای دخترا نیست. همین که من میگم. جلال رفت و پول را حساب کرد. سری تکان داد و رفت. با آن لباسهای محلی صورت سیاه و پرمو بیشتر از سنش دیده میشد. چه زود بزرگ شده بود و چه زود باید مسئولیت خواهران خود را قبول میکرد. قدش کوتاه بود و صورتی با پوست آفتاب سوخته و ریش و سیبیلی که تازه داشت در صورتش دیده میشد و او احساس مرد بودن میکرد و صدایش را با زور کلوفتر از واقعیت نشان میداد. میخواست بگوید مرد شده تا شاید به خواهرهای کوچکش آرامش بدهد و آنها را مطمئن کند که مراقب آنهاست و تنها نیستند. او به خانه آقای سخنور رفت که آدرسش را پدرش داده بود و تا حدودی آنجا را بلد بود. پدرش با وجود مخالفت مادرشان میخواست او راه و چاه را بداند و بعدها بتواند این کار را ادامه دهد. چه پدری و چه کار آینده داری. آیفون را زد ولی آنها با عصبانیت با او برخورد کردند. فکر می‌کردند جلال از طرف پلیس به عنوان طعمه آمده تا آنها را هم بگیرند. خبر دستگیری پدر جلال به آقای سخنور رسیده بود و تدابیری دیده بود که اگر بچه‌هایش آمدند مراقب باشند و دم به تله ندهند. ها چیه؟ بچه چرا آمدی؟ آقا امانتی شما رو آوردم. یا تو؟ ولی مرد قد بلند و قوی هیکل گردن جلال را گرفت و داخل کشید. سیلی محکمی به گوش جلال زد. گوشش را گرفت و داخل برد. چی میگی بچه؟ کدوم امانتی؟ بابا و ننتو گرفتن؟ حالا تو رو هم پلیس فرستاده تا آمار ما رو ببری؟ برو گم شو، ما دیگه تو این کارا نیستیم. چرا میزنی نامرد؟ من و خواهرام فرار کردیم. آمارت اشتباهه. بابام گفت این بسته رو بدم و پولمو بگیرم. آقای سخنور که با پیپی به لب وارد حیاط شد گفت ولش کن ببینم چی میگه. باور کن راست میگم. بیا اینم امانتی شما. او شالش را از کمرش باز کرد و از جیب مخفیش بسته ای را بیرون آورد و به مرد داد. او هم بسته را به سخنور داد. بدون حرف کمی آن را امتحان کرد. آفرین بچه، بابات از تو خیلی تعریف میکرد. ولی من به خیالم میگفتم بابات دیگه، اون تعریف نکنه کی بکنه؟ ولی حالا بگو ببینم پلیسا کی میان؟ گفتی چطوری خبرشون میکنی؟
ناگهان روی جلال افتاد و او را کتک زد. جلال مدام داد میزد. نامرد چرا میزنی؟ بیشرف نزن. پاشو گم شو برو بیرون. دیگه هم این طرفا نیا. فهمیدی؟ وگرنه میکشمت. باشه میرم، ولی بعد از اینکه پولمو دادی. حالا که اینطور شد اصل ماجرا رو میگم. خواهرای من تا 1 ساعت منتظر میشن تا من با پول برگردم، ولی اگه نگردم اونا پیش پلیس میرن و بدبخت میشی. تازه مدرک همینجاست، همون بسته‌ای که تحویل گرفتی. حالا فهمیدی؟ پولمو بده تا برم، وگرنه برات خیلی بد میشه. آفرین بچه، منو میترسونی؟ او پیپش را روشن کرد و روی صندلی راحتی نشست و تاب خورد. بعد به ساعت نگاه کرد و گفت سگ خور، بیا بگیر، اینم پولت. برو گم شو، دیگه این طرفا نبینمت. بسته ای پول را از کشوی میز بیرون آورد و به مرد داد و با دست اشاره کرد که یعنی بندازش بیرون و با آرامش پیپش را کشید. مرد جلال را به کوچه پرت کرد و پول را به طرف صورتش انداخت و در را بست. جلال کمی نشست تا حالش سر جا آمد. پول رو شمرد و با صدای بلند که از پشت در شنیده بشه گفت خدا برکت بده آقا، درسته. آیفون رو زد. سخنور گوشی آیفون رو برداشت و کلافه گفت چیه؟ جلال گفت اگه خواستی با من کار کنی بیا همون قهوه خونه قدیمی. اصلا فردا بازم به شما یه سری میزنم. اگر تصمیمت عوض شده بود بازم با هم کار میکنیم. خداحافظ. سخنور آیفون را قطع کرد و روی صندلی راحتی مشغول کشیدن پیپش شد. جلال سریع سوار تاکسی شد و به قهوه‌خانه رسید. اعظم و گلی روی تخت خوابیده بودند. اعظم جان بیدار شو. باید به مسافرخونه بریم. داره شب میشه. اعظم با دیدن صورت زخمی و لباس پاره جلال خیلی ترسید، ولی جلال کمی توضیح داد و چون خیلی خسته بود آنها را به یک مسافرخانه نزدیک برد که از پنجره‌هایش گلدسته‌های حرم امام رضا علیه السلام خودنمایی می‌کرد. ولی مسئول مسافرخانه به آنها اتاقی برای ماندن نداد چون شناسنامه نداشتند. فقط اجازه داد در یکی از اتاقها کمی استراحت کنند و بچه را تمیز کنند و بروند. داخل اتاق اعظم با آه سردی که کشید بغضش ترکید. گریه کرد و گفت مامان همیشه دلش میخواست به مشهد بیاد، ولی بابا هر بار بهونه می آورد. خدا میدونه الان تو چه وضعی هستن. بیا با هم به حرم بریم و دعا کنیم. شاید امام رضا کمک کرد وضعمون بهتر شد. چی میگی؟ باشه خواهر جان، کمی استراحت کنم میرویم. بچه را تمیز کن، من هم لباسم را تمیز کنم. بعد آنها پس از مدتی لباسهایشان را مرتب کردند و گلی را هم عوض کردند و به حرم رفتند. بعد از کمی زیارت جلال بیرون رفت تا کمی غذا و لباس بخرد. او کمی هم برای گلی وسایل و اسباب بازی خرید و برگشت. آنها تصمیم گرفتند آن شب را در حرم بمانند و فردا جایی برای ماندن پیدا کنند. هرچند خدام اجازه خوابیدن نمیدادند، ولی با آنها کار زیادی نداشتند چون فکر می‌کردند که بچه‌اند و با خانواده برای زیارت آمده اند. صبح با هم از حرم خارج شدند. در یکی از غذاخوری‌ها مشغول خوردن صبحانه شدند. چقدر شیر داغ کنار حرم میچسبه، مگه نه جلال؟ آره واقعا میچسبه. خوب شد گلی هم خوب خوابید. با اون همه سر و صدا چطور خوابید؟ آره امام رضا قربونش برم خودش اونم ساکت کرد. بیچاره از بس خسته بود اصلا سراغ مامانو نگرفت. با اون یه شیشه شیر و اون لقمه نون پنیر و سبزی که نظری میدادن سیر شد و خوابید. کاش همیشه تو حرم میموندیم. اصلا این کارو بکنیم. بریم به مسئولای حرم بگیم شاید کمک کردن و ما هم خادم حرم شدیم و موندیم. جلال جان بیا دست از این کار برداریم. بس کن اعظم، بچه شدی؟ اگه بپرسن این همه پول از کجا آوردید؟ پدر و مادرتون کجا هستن؟ چی بگیم؟ ما رو به یتیم خونه میفرستن. این بچه هم معلوم نیست چه بلایی سرش بیاد. زیاد قصه نباف. بخورید بلند شید باید بریم. کجا؟ برای سیاحت که نیومدیم. دیگه باید خودمون کار کنیم و خرجمون رو دراریم. گلی هم که پیش ماست. به ما شک نمی‌کنن. یک بارم پیش سخنور میریم. ببینیم چی میگه. خدا کریمه.
چی میگی جلال؟ خدا برای این کارا کریم نیست. من میخوام برگردم درس بخونم. ما پیش خاله جواهر میریم. تو خودت هر کاری میخوای بکن. بس اعظم، بس کن. من الان به جای آقا جونم تصمیم میگیرم. خاله جواهر پولش کجا بود؟ شوهر او هم تو این کاره. اگه چیزی هم گیرش بیاد با 6 تا بچه و زن و مادر فکر میکنی مارم قبول میکنه؟ چرا مثل بچه ها حرف میزنی؟ بلند شو. اعظم گلی رو بغل گرفت و روسری خودش را درست کرد. در حالی که اشک روی صورتش میلغزید به راه افتادند. اینقدر فین فین نکن. اعصابمو خرد کردی. باشه. نزدیک ظهر شده بود و آنها هنوز نرسیده بودند. بریم همون قهوه خونه دیروزی؟ ما بمونیم، تو برو دنبال کار. گلی خودشو کثیف کرده. گناه داره. باشه، کمی هم بریم میرسیم. گلی رو بده من. تو هم استراحت کن. جلال گلی رو گرفت. ولی او خودش را کثیف کرده بود و بو میداد. جلال کمی دماغش را جمع کرد و گفت واه واه چه بویی میده. بیا خودت نگهدار. چطوری تحمل میکردی؟ بیچاره اعظم. اعظم کمی خندید و دوید و گفت خودت بیار. مگه نمیگی مثل آقا جون هستی؟ خب بیارش. منم آدمم. خسته شدم. حالم به هم خورد. جلال دوید و هر سه خندیدند. بچه ها در یک لحظه به یاد بچگی افتادند و همه چیز را فراموش کردند. اعظم روسری گلدارش را باز کرد و دوید. او روسری خودش را در هوا بالای سرش گرفته بود. باد روسری را در هوا تکان میداد و موهای سیاه اعظم در هوا میرقصیدند. چشمهایش که مثل شیشه‌ای به رنگ آبی روشن بود در زیر نور خورشید برق می‌زدند و لب‌های صورتی کوچکش می‌خندیدند و گلی از این خنده‌ها و بازی کودکانه ذوق می‌کرد و مدام دست‌های کوچکش را به هم می‌زد و آنها را در هوا تکان می‌داد، گویی به یاد آوازهای مادرش افتاده بود که برایش می‌خواند تا او برقصد و شاد باشد. کاش زندگی برای آنها هم طور دیگری رقم می‌خورد. ناگهان جلال فریاد زد اعظم رسیدیم. بیا ندو. راست میگم بیا. اعظم نفس زنان برگشت. روسری در دستهایش لرزید و روی سرش افتاد. کودکی تمام شده بود. مگه به قهوه خونه نمیریم؟ نه، میریم خونه سخنور. ولی ما برای چی بیایم؟ زشت. تازه گلیم. نه بابا، بیا همونجا تمیزش میکنیم. حتما توی خونه به اون بزرگی توالت هم دارن. هر دو خندیدند و در را زدند. مرد قوی هیکل دیروزی بود که در را باز کرد. ها چیه جلال؟ بازم که اومدی؟ مگه آقا نگفته بود دیگه نیای؟ برو کنار، با خودش کار دارم. توالتم به خواهرم نشون بده. جلال طوری حرف میزد که گویا صاحب خانه بود. مرد دستی به صورت گلی کشید و آنها را با خود برد. سخنور در ورودی سالن را باز کرد و به حیاط آمد و با روی باز به جلال گفت جلال جان خوش اومدی. خوب کردی اومدی. دیروز از دستگیری بابات کمی عصبانی بودم. ولی من و بابات چندین سال با هم کار میکنیم. تو هم که خودت رو نشون دادی. پسر عظیم که بچه نیست. مرد. مثل خودش. عظیم مرد بود. حساب کتاب میدونست. کار رو بلد بود. نترس. مثل شیر بود خدا بیامرز. که یک دفعه چهره جلال در هم شد و با بغض گفت چی میگی؟ مگه آقا جونم رو کشتن؟ سخنور که گویا از ماجرا بی خبر بود ناراحت شد و خواست با او همدردی کند. ناگهان مهربان شد و جلو رفت. دستی به سر و روی جلال کشید و یک دستش را دور شانه او انداخت و او را به داخل سالن برد و گفت بیا داخل. ببخشید. مگه شما نمیدونستید؟ من فکر کردم میدونید. باشه ساکت باش. باید مرد باشی و پشتوانه خواهرات بشی. اونا اگه بفهمن خیلی قصه میخورن. چیزی نگو. باید آروم آروم بگیم. سر فرصت خودم میگم. ببینم نهار خوردید؟ سخنور با مهربانی سر او را نوازش کرد و او را به روی یک مبل نشاند و با صدای بلند گفت
یک چای بیارید برای مهمانها. نهار هم از بیرون سفارش بدید. ببینید بچه‌ها چی میخورن همون رو سفارش بدید. نه آقا مزاحم نمیشوی. این چه حرفیه پسرم؟ من هم مثل بابای شما. غریبی نکن. همینجا میمونید تا ببینیم چی میشه. کلثوم حمام رو هم حاضر کن تا بچه‌ها دوش بگیرن. بعد نهار بخورن. خستن. اعظم و گلی که آمدن سخنور با آنها خوب برخورد کرد. شاید دلش برای آنها سوخت. کلثوم که کلفت خانه بود پیرزنی مهربان بود. در حالی که یک سینی چای در دست داشت داخل شد و گفت ولی آقا ما که لباس بچگانه نداریم. ای بابا راست میگی. کریم برو از سر خیابون چند دست لباس بگیر تا بعداً خودشونو ببریم خرید. برای بچه‌م هر چی لازمه بگیر. اعظم با خجالت گفت آقا زحمت نکشید. جلال مگه ما نمیریم؟ ای بابا بشین دخترم. منم مثل عموی شما. اینجا هم مثل خونه شماست. چند روز گذشت. اوضاع بچه‌ها خوب بود تا اینکه یک روز صبح سخنور خود را نشان داد. رو به اعظم و جلال کرد و گفت کتاب دختران نیلی قسمت 6 نویسنده و راوی لیلا کهن آوایبود.com آقای سخنور بالاخره خودش رو نشون داد. رو به اعظم و جلال کرد و گفت یه محموله داریم که باید ببرید و تهران تحویل دهید. البته تنها نیستید. با یک زن و مرد می روید که مثلا پدر و مادرتون هستن. گلی پیش کلثوم میمونه تا شما راحت کار رو انجام بدید و برگردید. بعد رو به جلال کرد و با عصبانیت گفت این بسته ها رو ببر و به خواهرت توضیح بده که چی کار باید بکنه. تو که بلدی. چند بار کردی. یالا وقت نداریم. بچه بازی در نیارید که حوصله ندارم. اگه این بسته ها نرسه جفتتون رو میکشم. فهمیدی؟ اعظم شروع به گریه کرد. ولی جلال او رو به اتاق برد و ساکت کرد و گفت فقط یک بار می رویم. بعد که آمدیم به تو قول می دهم برویم یک کار دیگه. گریه نکن. سخنور مثل سگ عصبانی میشه. دیگه نمیشه جلوی او رو گرفت. بیا تازه سوار هواپیما هم میشیم. بیچاره. من چند بار با آقا جونم این کار رو کردم. سخت نیست. چند تا بسته کوچیک هست که میخوریم. اگه کمی هم آب میوه بخوری خودش میره پایین. اون طرف هم یک دارویی میخوریم خودش دفع میشه. میدهیم و پول رو میگیریم. همین. زر نکن اعظم. بس کن. اگه گریه کنی نمیتونی بخوری. اون وقت با کتک مجبور میشی که منم دلم نمیخواد اینو ببینم. زود باش. شروع کن. سخنور میگفت 2 ساعت دیگه پرواز داریم. توی فرودگاه هم مأمورها با ما کاری ندارن. چرا میترسی؟ من را ببین. هر کاری کردم تو هم بکن. آفرین. بچه‌ها بسته ها را خوردند و آماده شدند. اعظم زیاد حال خوبی نداشت. مدام میگفت سرم گیج میره. ولی کسی به او فکر نمیکرد. جلال هم میگفت لوس بازی در نیار. سخنور هم که اصلاً به روی خودش نیاورد. گفت کمی که بگذره عادت میکنی. در فرودگاه حال اعظم بدتر شد. در داخل هواپیما هم مدام میگفت استفراغم میآید. ولی هیچ کس توجه نکرد تا اینکه بالاخره با شروع پرواز اعظم استفراغ کرد. مهماندارها گفتند در اثر پرواز پیش آمده. اعظم از حال رفت. ولی مینا به دروغ به مهمانداری که همراه پزشک هواپیما آمده بود گفت که اعظم خوابیده و اجازه معاینه نداد. چند دقیقه گذشت. اعظم با بیحالی چشمهایش را باز کرد و به جلال نگاهی کرد. با آرامی گفت جلال جان مواظب گلی باش. او خیلی کوچکه. من حالم خوب نیست. به خدا ادا در نمیارم. ببخش داداش جان. راست میگفت. رنگ اعظم سیاه شد و نفس او بند آمد. دیگر چیزی نگفت و چشمهایش بی اختیار
بسته شدند. جلال با گریه به همراهانش نگاه کرد و گفت حال خواهرم خراب شد. تو را به خدا، تو را به امام رضا یه کاری بکنید. مرد و زن همراه به جلال نگاه کردند و گفتند چیزی نیست، شلوغ نکن. بچه‌ها اینطوری میشن، بذار بخوابه. جلال دست سرد اعظم را در دست گرفت و بوسید. پیشانی او را که عرق کرده بود پاک کرد و گفت خواهرکم، نازکم، من را ببخش. خیلی اذیت شدی. الان میرسیم. چیزی نمونده. طاقت بیار. مینا رو به او کرد و سرش را به او نزدیک کرد و گفت بچه شلوغ نکن وگرنه شک میکنن. ما را هم به خطر میندازی. اگه با این محموله گیر بیفتیم خیلی بد میشه. فهمیدی؟ توی فرودگاه هم ما اعظم رو بغل میگیریم و میگیم که خوابه. در مرکز خودشون میدونن چی کار کنن. میخوای گیر بیفتیم؟ کلی هم بی صاحب بشه؟ جلال خیلی ترسیده بود. اعظم نفس نمیکشید. چشمهایش بسته بود. دستهایش سرد بودند. صورتش کبود شده بود. در فرودگاه ناصر اعظم را به دوش گرفت و مینا هم دست جلال را گرفت و کشان برد. 1 ساعتی طول کشید که به محل تحویل مواد رسیدند. یک خانه خرابه در اطراف تهران. ناصر به اتاقی دیگر رفت و گویا ماجرا را به رئیس آنها تعریف کرد که ناگهان یک مرد شیک پوش با عصبانیت از اتاق بیرون آمد و داد زد 100 بار به این سخنور بیشور گفتم از بچه برای این کار استفاده نکن، ولی کو گوشش شنوا. برید و مواد رو تحویل بدید. هی بهراد، دختره رو ببر. ببین چی کار میتونی بکنی. فقط دردسر نشا. مواد رو سالم تحویلم بده وگرنه کارت تمومه. فهمیدی؟ بله قربان. مرد با خشونت اعظم را از مینا گرفت و برد. جلال با التماس گفت آروم، تو رو خدا آقا، به خواهرم کمک کنید، حالش خوب نیست. مرد نگاهی به جلال کرد و با تعجب و با صدای آرام طوری که جلال نشنود به مینا و ناصر گفت خبر نداره؟ اونها با سر اشاره ای کردند که یعنی نه و مرد آرام سرش را تکان داد و با ناراحتی به اتاقی رفت و در را بست. جلال محموله را سالم تحویل داد. مینا و ناصر هم همینطور. از اعظم خبری نبود. مرد بیرون آمد. لباسهایش خونین بودند و بسته ها غرق در خون در دستان او بودند. جلال بلند شد و فریاد زد چی شده؟ خواهرم رو چیکار کردی؟ مرد که منتظر سلامت محموله‌اش بود و مدام راه میرفت و غرغر میکرد داد زد بته مرگ بچه، اون مرده بود. خدا رو شکر بسته ها سالمن. البته یه بسته باز شده بود که تو بدنش حل شده و باعث مردن اون بچه شده. برو خدا رو شکر کن که من دیگه خسارت اون بسته رو نمیگیرم. باشو گم شو با همراهات برو مشهد و پولتو بگیر. ما خودمون ترتیب کارای این دختر رو میدیم. برو وگرنه از هواپیما میمونی. تازه پولت هم نمیتونی از سخنور بگیری. جلال رو به مینا و ناصر کرد که بی توجه با هم حرف میزدند و با زاری و بیحالی گفت اعظم نمرده. شما گفتید درست میشه. ناصر دست جلال رو گرفت و روی صندلی نشاند و گفت کولی بازی در نیار. توی هواپیما مرده بود. ما میتونستیم شما رو بذاریم و فرار کنیم ولی دلمون براتون سوخت. حالا هم اگه پولتو اون یکی خواهرتو دوست داری بیا با ما برگردیم. جلال گیج شده بود. داخل اتاق رفت تا برای آخرین بار خواهرش را ببیند. اعظم روی تخت بود ولی دیده نمیشد. شکمش باز شده بود. همه جا خون بود. اعظم خیلی کوچک شده بود. جلال تا به حال نفهمیده بود که او آنقدر کوچک بوده. در گوشه اتاق نشست و بی صدا گریه کرد. احوال دلم را فقط خدا داند و من، راز دل غنچه را صبا داند و من. بی من تو چگونه ای ندانم، اما من بی تو در آتشم خدا داند و من. خجالت می‌کشید که این اتفاق افتاده بود. خودش رو مقصر می‌دونست ولی دیگه
همه چیز تمام شده بود. زانوهایش را بغل کرد و سرش را روی زانوهایش گذاشت و فقط گریه کرد. مهدی که بسته ها را درآورده بود با ناراحتی داخل شد و ملافه ای را روی اعظم کشید. روبروی جلال ایستاد، شانه های او را گرفت و بلندش کرد. با مهربانی اشکهایش را پاک کرد و گفت: همراه آنها برو. از دست تو کاری بر نمیاد. قول میدم مثل خواهر خودم هر کاری لازم بود بکنم تا آروم بخوابه. اگه بلیت هواپیما بسوزه پولت هم میسوزه. این همه زحمت هم هدر میره. خودم خاکش میکنم. قول میدهم. جلال بلند شد. مثل یک روح سرگردان راه میرفت. وقتی به مشهد رسید پولش را از سخنور گرفت. گلی را برداشت و به تهران رفت. البته قبل از رفتن به آگاهی محله رفت و یک نامه را به نگهبان داد که همه آنچه را در مورد سخنور و آدرس‌های مشهد و تهران می‌دانست را نوشت و تحویل داد، به این امید که لااقل انتقام خون خواهرش را بگیرد. جلال در تهران با خواهر کوچکش ماند، چرا که روی برگشتن به شهر و دیار را هم نداشت. در حلبی آبادهای اطراف تهران ساکن شدند. عملگی می کرد و گلی هم همراه بچه ها به گدایی می رفت. پول بخور و نمیری در می آوردن. چند تا مرد و زن در آن منطقه بودند که بچه ها را سر کارهایی می بردن. بعضی را کارگری و بعضی را گدایی. جای خوابی هم می دادند و غذایی و لباسی و زندگی ادامه داشت. پیرزنی در آنجا بود که مثل سنگ بود. مثل آهن قراضه های آنجا بوی زنگ زدگی می داد. او قابله بود و بچه های آنجا را به دنیا می آورد. البته زنهای زیادی حامله می شدند که هنوز خودشان بچه بودند و خیلی ها موقع زایمان طاقت نمی آوردند و یا چند روز بعد به خاطر تب و مریضی می مردند. بعد از مردن آنها حتی یک خانه هم سیاه پوش نمی شد. انگار از اول هم مرده بودند. فقط بچه هایشان می ماندند و گریه می کردند. فقط بچه ها حس می کردند که چیزی را از دست داده اند. آنها هم کنار دیوارهای سیاه با یک شیشه آب در دهانشان می خوابیدند بدون اینکه کسی بفهمد در کنار دیوارها بزرگ می شدند. بعد از مدتی سر کار می رفتند و گدایی و دزدی می کردند. جلال خیلی مهربان بود. هر کاری می کرد که گلی زیاد کار نکند. سپرده بود او را به گدایی نفرستند، ولی هر از گاهی او را هم می بردند. جلال توی سرما و گرما ساعت 4 صبح می رفت و بعضی وقتها شب تا دیر وقت کار می کرد، ولی یک شب نیامد. گلی چند روز تنها ماند. دیگر نتوانست منتظر بماند. او می دانست که جلال هر جا باشد بعد از یک روز حتماً برمی گردد. ممکن نبود در این چند سال هم سابقه نداشت که او را حتی یک شب تنها بگذارد. گلی سوار ماشین کارگرها شد و با آنها به ساختمانهایی که جلال رفته بود برای کارگری سر زد، ولی اثری از او نبود. تا اینکه از طریق پسرهایی که با هم سوار وانت می شدند و به کارگری می رفتند، آخرین جایی که کار می کرد را پیدا کردند. او سوار وانت شد تا به آنجا برود. آنها را مثل گله گوسفندی سوار کردند و به نقطه دور دستی بردند که در حال برج سازی بودند. دوستانش گفتند که آخرین بار جلال اینجا کار می کرده. ولی در ساختمان همه با شنیدن اسم جلال عقب می رفتند و هیچ کس او را نمی شناخت. چند روزی گلی به آنجا رفت و برگشت. می گفت جلال همینجاست. می دانم یک بلایی سرش آمده. و یک روز جلوی در ورودی آنقدر گریه و شیون و زاری کرد تا جوابش را بدهند، تا اینکه یکی از کارگرها آمد و در حالی که یک گاری در دست داشت طوری که دیگران متوجه نشوند اشاره‌ای کرد و آرام گفت: به پشت ساختمان برو، در زیر زمین منتظر بمون تا من بیام. طوری صحبت می کرد که به زحمت شنیده می شد. در پشت ساختمان یک زیرزمین بود که گلی آنجا منتظر ماند. چند ساعت گذشت تا او با گاری آمد.
او سر و صورتش را با سربندی بسته بود تا شناخته نشود و در ضمن کسی متوجه حرف زدنش هم نشود. در حالی که داشت آجرها را در گاری جا می‌داد، شروع به صحبت کرد. جلال چند روز کار کرده بود ولی صاحبکار به اون حقوق نمیداد. میگفت تو افغانی هستی و غیر قانونی کار میکنی. او هم که شناسنامه نداشت تا حرفشو ثابت کنه با صاحبکار دعوا کرد. جلال بیچاره میگفت که اهل سیستانه ولی نتونست ثابت کنه. او میگفت حقوق چند روزمو بده دیگه نمیام. ولی اون از خدا بیخبر قبول نکرد و بالاخره دعواشون شد و دست به یقه شدن و جلال از ساختمون پرت شد. صاحبکار برای اینکه دردسر درست نشه به همه کمی پول داد و اونها رو تهدید کرد که چیزی نگن و موضوع تموم بشه. تهدید کرد که اگه پای پلیس باز بشه خیلی از ما بیکار میشیم. ولی من دلم طاقت نیاورد. خواهر جان، منم محتاج این کارم. بیا این پول رو که صاحبکار برای خفه کردن ما داده بگیر و برو، وگرنه ما هم بیکار میشیم. تو را به خدا برو دیگر نیا. خدا بیامرزدش. اون پول رو زیر آجری گذاشت و از اونجا دور شد. گلی با صورتی خونین و پر از اشک بعد از چند ساعت بیرون آمد. نمیدانست چقدر آنجا بوده. فقط گریه کرده بود و صورتش را خراشیده بود. ولی چه فایده ای داشت؟ دیگر تنها بود. نفرین کنان به ساختمان نگهبانی رفت که نگهبان آمد و گفت دختر جان چی میخوای؟ اگه نروی به جرم دزدی و ورود بی اجازه به زندان میری یا برای گدایی اومدی؟ برو خدا روزی تو جای دیگه بده. گلی هرچه گفت که دنبال برادرش آمده که اینجا کشته شده هیچ کس گوش نکرد و به جز کتک و فحش و تهدید چیزی نصیبش نشد. مدرکی هم نداشت. با همان پول چند روزی را گذراند ولی باید خودش کار میکرد. در آن حلبی آباد تک و تنها بود. با وانتها به کارگاه های آجرپزی و بسته‌بندی سیمان و غیره میرفت. دستهای کوچکش چاک چاک بود و همیشه میخارید و خون می آمد. او نمیدانست چند ساله است ولی دختر زیبایی بود با چشمهایی به رنگ خرماهای تازه که از نخلها آویزان می شوند. صورتی کشیده و لاغر داشت با ابروهایی کلفت و سیاه و موهایی فر و بلند و سیاه که همیشه گیس می کرد و نوکشان از زیر روسری کهنه‌اش بیرون می آمد. لبهایی کوچک و قرمز که از خاک و سیمانی که رویشان نشسته بود همیشه چاک چاک بودند و خونین. چند روزی بود که یکی از راننده های وانت او را تعقیب می کرد. او تا خانه اش می دوید ولی آن مرد تا دم در می آمد. در آن کوچه ها زنان و دختران زیادی بودند که کمک می خواستند ولی هیچ کس نمی شنید. در آن دخمه های به هم چسبیده گویا همه در ویلاهایی با حیاطهای چند 100 متری بودند که صدای کمک خواستن هم را نمی شنیدند و به روی خودشان نمی آوردند. یک روز هم که گلی خسته و آزرده از کار در کوره پزخانه برمیگشت آن راننده او را دنبال کرد. مدام میگفت بیا با من به خانه من بری. تو اینجا چی کار داری؟ دختر روی خوش نشون بده دیگه. ببین خودم برات زندگی درست میکنم صاحب همه چیز میشی. گلی میدوید و با التماس میگفت تو را به خدا برو، من به درد تو نمیخورم. که ناگهان به گلی حمله کرد و او را به روی دوش انداخت و به داخل ماشین برد. گلی دست و پا میزد و کمک میخواست ولی میدانست که کسی نخواهد شنید. مرد با یک سیلی صدای او را خاموش کرد. او را داخل ماشین انداخت. با انگشت‌های دست لب‌های گلی را فشار داد که باعث شد کمی خون از آنها بیاید. با عصبانیت گفت خفه شو دیگه وگرنه خودم خفت میکنم مگه من چی میخوام؟ لیاقت داشته باش دیگه. ماشین را روشن کرد و به راه افتاد. در یک خرابه ایستاد. گلی را بلند کرد. دستش را روی دهان او گذاشت و فشار داد تا صدای گلی کوچولو خفه شد
و گلی تقریباً بیهوش شده بود. نمیتوانست در مقابل او بایستد. زورش به او نمیرسید. دستهایش را بلند کرد تا آن مرد را از خودش دور کند، ولی فایده ای نداشت. او خیلی از گلی بزرگتر بود و گلی توان مقابله نداشت. حتی پرنده ها هم آن شب زود خوابیده بودند. هیچ صدایی جز صدای جیرجیرک ها شنیده نمیشد. خورشید و ماه هر دو از آسمان رفته بودند یا چادر سیاهی روی خود کشیده بودند تا چیزی نبینند. گلی دیگر نه فریاد زد و نه دست و پا زد. گویا فهمیده بود فایده ای ندارد. چند ساعت بعد مرد گلی را روی سنگ و کلوخ‌های اطراف حلبی آباد رها کرد و در حالی که موهای سرش را مرتب می کرد و لباسش را از خاک پاک می کرد گفت: خیلی سر و صدا می کنی. لیاقت نداشتی، وگرنه برای همیشه برای خودم نگهت می داشتم. گلی مثل یک تکه یخ شده بود. چند ساعتی گذشت تا به خودش آمد. از جا بلند شد. به هر زحمتی بود خودش را به لانه اش رساند. پاهایش می لرزید. دستهایش یخ کرده بودند. گویا مرده بود. مثل گنجشک کوچکی که بازیچه یک گربه سیر شده بود به لانه برگشت. چیزی به صبح نمانده بود. در لگنی که داشت با آب سردی که در گوشه اتاق درون دبه‌ای داشت خودش را شست و بی صدا گریه کرد. دیگر صدایش را هیچ کس نشنید. دیگر نمی توانست خوب راه برود. پایش می لنگید. شاید در آن جنگ و جدال شبانه. آرام می رفت و آرام می آمد. دیگر آن مرد را ندید. دیگر گویا هیچ کس را نمی دید و هیچ کس هم او را. گلی فقط در یک شب برفی با تب و درد و لرزی شدید به خانه ننه خان رفت و با دختری که به دنیا آورد مادر شد. بعد از چند ساعت با پریسای کوچولو به خانه اش برگشت بدون هیچ و بدون هیچ. سالها می گذشت و جمعیت در حلبی آباد بیشتر می شد. پریسا هم بزرگتر شده بود. گلی به هر کاری می رفت ولی نمی گذاشت پریسا به کارگری و گدایی برود. اما هر روز اصرار قنبرخان بیشتر می شد تا اینکه یک روز که گلی آشغالها را تحویل داد و پولی را که از کارگری و گدایی جمع کرده بود را داد، قنبرخان که همه کاره بود و بچه ها و بزرگترها را به سر کار می برد شروع کرد به داد و فریاد و گفت: این بچه مگه چه فرقی با بقیه داره؟ من نون مفت نمیدم. از این به بعد اگه پریسا هم کار کرد که پول هر دو رو میدم، ولی اگه نه فقط به تو پول میدم. باید جمع کنید برید. هر چقدر گلی خواهش و التماس میکرد قنبر رضایت نمیداد تا اینکه بحث بالا گرفت و گلی که عصبانی شده بود یک تکه از آهن قراضه ها را به طرف او پرت کرد و خودش فرار کرد و گفت: ما از اینجا میریم، ما هم خدایی داریم. که ناگهان قنبر عصبانی شد، فریاد زد: منو میزنی؟ به من آشغال پرت میکنی؟ دوید به دنبال گلی و شروع به زدن او کرد. قنبر مردی قوی هیکل بود با صورتی پهن و سیاه سوخته از آفتاب. سبیل‌های کلفت، سر کچل و چشم‌های هیزی داشت که از سیاهی مثل شب بودند. از اول هم چشمش دنبال گلی بود. وقتی دید او صاحب آن دختر شده بدون نام و نشانی از پدر مدام سرکوفتش میزد که حقت همین است. اگر لیاقت داشتی به این روز نمی افتادی. گلی می دانست که قنبر پدر نیمی از بچه های این حلبی آباد است. او دختران زیادی را در آنجا به بهانه های زیادی به اتاقش می برد و قول های زیادی می داد که از سر مستی و خماری بود. ولی بعد از اینکه خرش از پل می گذشت دیگر آنها را نمی شناخت. هر چند وقت یک بار زنی با داد و فریاد از او می خواست که او را عقد کند و فرزندش را پدر باشد، ولی او با کتک و تهدید آن زنان بیچاره را بیرون می کرد و می گفت: اگر مدرکی داری بیار،
من هم پدرش می شدم و آن زنان یا از ترس آوارگی و بیکاری ساکت می شدند یا با تهدیدهای قنبر از آنجا می رفتند و برای همیشه گم و گور می شدند. گلی فکر کرد اگر به خانه برسد مسئله تمام می شود، پس به زحمت فرار کرد و دوید. اما قنبر دست بردار نبود. به خاطر حرفهای تحریک کننده مردم عصبانی شده بود. تا اینکه به خانه رسیدند گلی به داخل رفت. پریسا را بغل گرفت، ولی قنبر هم داخل شد. با چوبی که در دست داشت شیشه در را شکست و همراه با شیشه در هم به داخل خانه افتاد. هرچه مردم گفتند بس است، تمام کنید، قنبر راضی نمیشد. او آنقدر گلی را زد که از حال رفت. خونین بیرون آمد. پریسا که تا آن لحظه در گوشه اتاق نشسته بود و گریه میکرد و کمک میخواست، ناگهان بلند شد و یک تکه از شیشه ها را که روی زمین ریخته بودند را برداشت و از پشت به پهلوی قنبر فرو کرد. با دادی که قنبر کشید شیشه را بیرون آورد. وقتی قنبر به طرف او برگشت شیشه را به طرف دیوار پرتاب کرد و به مادرش پناه برد. دستهای کوچکش پر از خون شده بودند، هم خون قنبر و هم خون دستهایش که از شدت فشار بریده بود و زخمی شده بود. پریسای کوچولو قاتل شده بود. مادرش گلی به شدت زخمی شده بود و قنبرخان مرده بود. پریسا را پلیس برد و مادر را آمبولانس و قنبر را نعشکش و مردمی که برای تماشا آمده بودند بدون هیچ بحثی به خانه هایشان رفتند، گویا از سینما برمیگشتند. شکوه تنها از شب دوشین ندارم که از نخست بخت ناساز و دل ناکامیابی داشتم. پریسا بعد از رسیدن به سن قانونی حالا به حبس ابد محکوم شده بود. تو فکر گلی و پریسا و بقیه بودم که من رو صدا زدند. افسانه رحیمی بیاد دفتر. مدیر بلند شد، نگاهی به من کرد و گفت: کتاب دختران نیلی، قسمت 7، نویسنده و راوی لیلا کهن. audiobook.com مدیر زندان به من نگاهی کرد و گفت: دخترم بشین. پس کی میخواهی سراغ ستاره بروی؟ نکند ترسیدی؟ چرا این همه سکوت کردی؟ هیچ اقدامی نمی کنی؟ استادت امروز تماس گرفت. بیشتر از این نمیشه صبر کرد و تو رو اینجا نگه داشت. شک میکنند و همه چیز لو میرود. نقشه ای را که ترتیب داده بود رو گفت و همه چیز را توضیح داد. من بعد از کمی به راه افتادم. توی راهرو بودم که متوجه شدم وسایلم رو بیرون ریختن و دارن میگردن. من گفتم: دنبال چی میگردین؟ یکی از مامورها بسته ای رو بیرون آورد و گفت: دنبال این. خیلی تعجب کردم. داد و فریاد کردم که مال من نیست، برای من پاپوش درست کردن. توی داد و فریاد ما مدیر وارد سالن شد و گفت: پس گزارش درست بوده، ببریدش. مجازات کسی که مواد به زندون من بیاره اینه که با ستاره هم سلولی بشه تا ادب بشه. همه زندان جیغ و فریاد شد. بعضی ها مخالفت کردند و بعضی که با من مشکل داشتن خوشحال شدند و گفتند: دیگه برگشت نداری، برو دیدار به قیامت، بیچاره. و من با ترس وارد سلول تنهایی ستاره شدم. یکی از مامورها کنار من آمد و گفت: مواظب باش و امشب کار رو تموم کن. اون خیلی باهوشه. اگه چیزی بفهمه خطرناک میشه. ستاره با حالتی خاص به من نگاه میکرد و من مدام داد میزدم: نامردها، چرا برای من پاپوش درست کردید؟
اگه بیرون بیام میدونم چی کار کنم. حقتون رو کف دستتون میذارم. ستاره در حالی که بلند میشد با صدای خفه‌ای به من گفت بس کن، سرم رفت. بدن خمیده‌ای داشت و آثار سوختگی شدیدی از بدنش تا روی گردن و نیمی از صورتش دیده میشد که شاید دلیل خمیده شدن بدنش بود. البته نیمه سالم صورتش نشون میداد که روزی بسیار زیبا بوده، با موهایی مجعد و خرمایی روشن، چشمانی قهوه‌ای روشن داشت که البته فقط یکی از آنها خوب مانده بود. آن دیگری در اثر سوختگی چروکیده بود و مردمکش بیرون زده بود و او را تا حدودی ترسناک کرده بود. خیلی افسوس خوردم که باید به این حال می دیدمش. یک دفعه به طرفش حمله کردم و با دست گلوی او را گرفتم و فشار دادم و گفتم آخه مگه تو کی هستی ها؟ چرا اینقدر همه از تو میترسن ها؟ منو میندازن تو سلول تو تا مجازاتم کنن. حالا تو رو میکشم تا همه از دستت راحت بشن. یک دفعه بدون هیچ فشاری من را به زیر خودش کشید. خیلی قوی بود. نتوانستم از زیرش بیرون بیایم. شروع کرد به زدن من. با صدایی گرفته گفت بچه اعصابمو خورد کردی. از وقتی اومدی هی زرزر کردی. بس کن دیگه. دستش رو گذاشت روی دهانم. داشتم خفه می شدم که مأمورها آمدند و با زور ما را از هم جدا کردند. خانم دلیری داخل شد و گفت گویا امشب باید یکی از شما تو حیاط بمونه. ببریدش. بسه دیگه. چی میخوای؟ چرا آدم نمیشی؟ خسته شدم از دستت. خانم دلیری در حالی که با انگشت به صدر ستاره چند تا ضربه زد با صدای بلند گفت یک پتو هم به اون بدید. حوصله ندارم فردا مریض بشه بیفته رو دستم. کنار پنجره نشستم و حیاط را نگاه کردم. البته میله های آهنی کلفتی که جلوی آن بودند اجازه دیدن نمیدادند، ولی تا حدودی ستاره را می دیدم که کنار دیوار نشسته بود و شاید واقعا داشت با مهتاب درد دل می کرد. شاید دنبال واسطه ای می گشت. ولی چرا اینقدر از همه دور بود؟ خب چرا انتقام این همه سختی را نمی گرفت؟ توی همین فکرها بودم که یک دفعه با صداهایی از خواب پریدم. نفهمیدم کی خوابم برده بود، ولی صداهای ناله‌ای از حیاط می آمد که باعث شد من بیدار شوم. درست بود. با هر زحمتی بود حیاط را نگاه کردم. ستاره وسط حیاط پتو را زیرانداز کرده بود و به سجده افتاده بود و پیشانی خودش را به زمین می زد. دعایی را زمزمه می کرد. شاید امن یجیب یا شاید دعای دیگری بود. نمیدانم. برف هم می بارید و ستاره تقریباً خیس شده بود، ولی دست از دعا و کوبیدن سرش به زمین بر نمی داشت. بدنش می لرزید. من شنیدم که داشت می گفت الهی العفو، الهی العفو. من هم تیمم کردم و شروع کردم به نماز خواندن. هر دعایی را بلد بودم خواندم، فقط برای اینکه خدا به من قدرتی بدهد تا این دختر را به راه بیاورم و بتوانم کمکش کنم. لااقل بتوانم در این راه به دختران بفهمانم که دامان پدر و مادر هرچقدر هم ترسناک باشد باز هم امن‌ترین جا برای آنهاست. هرچقدر هم محبت آنها کم رنگ باشد ولی از رنگین کمان دروغین بیگانگان بهتر است. نزدیکی های صبح بود که دیگه صدای ستاره را نشنیدم. از پنجره نگاه کردم. دیدم او روی زیرانداز افتاده. خیلی ترسیدم. داد زدم آهای بیاید، ستاره داره میمیره، کمک کنید. خانم دلیری و مأمورها به حیاط رفتند و او را به اتاق آوردند. خانم دلیری دکتر رو خبر کرد و او هم کمی دارو و سرم و غیره داد و گفت کمی سرما خورده. چند روز دیگه بهتر میشه. اون رو روی تخت نشوندم و گفتم عزیزم بگذار کمکت کنم. لباسات خیسه. بدتر میشی. طوری نگاهم کرد که گویی خیلی وقت بود از کسی محبت ندیده بود.
اشک از چشمهای هر دوی ما جاری شد. در حالی که گریه می کردیم لباسهای او را عوض کردم. چقدر بدنش نحیف بود با آن زخم بزرگ و چروکیده که از شکم تا صورتش کشیده شده بود. مثل گلبرگی بود که از گل و شاخه خود جدا شده و روی زمین افتاده بود و چروک خورده بود. رنگ و زیبایی خودش را از دست داده بود. روی تخت افتاد و خوابید. تب شدیدی کرده بود. در عرض چند روزی که مراقب او بودم هر کاری از دستم آمد کردم تا بهتر بشود و بتوانم اعتمادش را جلب کنم. سرم که تمام شد به آرامی سوپ و غذا به او خوراندم تا حالش بهتر بشود. هر شب دستش را می گرفتم و با کوچکترین حرکتی بیدار می شدم تا مشکلی پیش نیاید. بالاخره بعد از چند روز یک روز متوجه شدم که حالش خوب شده و رنگ و رویش هم بهتر است. با صدای آرامی گفت: چرا اینقدر به من محبت کردی؟ ممنون، ولی کاش همون شب میگذاشتی تا بمیرم. چشمهایش پر از حرف بود. رو به او کردم و بلندش کردم و گفتم: الان وقت بلند شدن است، نه این حرفا. دستت را به من بده و آبی به صورتت بزن و غذایی بخور. کلی کار داریم. اگر کسی به تو ظلمی کرده یا تو در حق کسی بدی کردی، با خدا باش و به او بسپار. مطمئن باش خودش عدالت رو برقرار خواهد کرد. برای آینده‌ات از گذشته پل نزن. بگذار روزهایی که در آن هستی تو را با آرامش به آینده‌ات برسانند. شاید متفاوت شوی. اشک سحر زداید از لوح دل سیاهی. خرم کند چمن را باران صبحگاهی. و بالاخره او هم به خاطر این چند روز محبت‌های من و لهجه‌ام که می گفت او را یاد مادرش می اندازد با من صمیمی شد و حرف زد. یک روز که از دانشگاه به خانه می آمدم یک ماشین جلوی پای من ایستاد و گفت: ستاره خانم، خواهش می کنم سوار شید. به کمک شما نیاز داریم. چند روز بود با او دوست شده بودم. در حیاط دانشگاه و سلف و غذاخوری دانشگاه با هم بودیم. ولی آن روز بیرون دانشگاه منتظر من بود. چی شده مرضیه جان؟ سوار شو، تو راه صحبت میکنیم. باید عجله کنیم. خیلی نگران بود. دائم از شیشه و آینه ماشین بیرون و اطراف را کنترل میکرد. تصادف کردی؟ کسی رو زیر گرفتی؟ نه. شما دانشجوی پزشکی هستی؟ بله خب. پس میتونید کمکمون کنید. بایست لطفاً. تا تمام ماجرا رو نفهمم با شما نمیام. نه ترس. به خدا برای شما مشکلی پیش نمیاد. یکی از دوستان مریضه. یعنی بیمار شده. کمی مکث کرد. نمیتوانست راحت حرف بزند. بغض کرد و با اشکی که توی چشمهایش جمع شده بود به من نگاه کرد و با التماس گفت: تو رو به خدا، من اونو خیلی دوست دارم. به کمکت نیاز داریم. با من بیا. مخالفتی نکردم. حرفی هم نزدم. فقط با او رفتم. اما دیر شده بود. آن پسر به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر فوت کرد. کاری از دست من بر نمی آمد. به او گفتم باید به پلیس خبر بدهیم. ولی او گفت: نه، تو برو. ما خودمون کارا رو می کنیم. فقط به کسی چیزی نگو. خواهش می کنم. باشه. من حرکت کردم و بیرون آمدم. من دانشجوی نمونه دانشگاه پزشکی بودم. چادری و خیلی محجب. پدرم نظامی بود و در اداره مبارزه با مواد مخدر رئیس یکی از قسمت‌ها بود. ما از آبادان به خاطر موقعیت شغلی پدرم و دانشگاه من به تهران آمده بودیم. پدر و مادرم خیلی سختگیر بودند و همیشه مراقب من بودند تا بهترین باشم در درس و اخلاق. چند روزی گذشت ولی من گیج شده بودم و عذاب وجدان داشتم که در مورد آن موضوع چیزی به خانواده نگفته بودم. نمیتونستم بگم. میدونستم که اگه پدرم بدونه از خیلی چیزها محروم خواهم شد. پس سکوت کردم و تصمیم گرفتم آن مسئله را
فراموش کنم و با آن دختر هم قطع رابطه کنم. ولی چند روز بعد بود که در حیاط دانشگاه دوباره مرضیه را دیدم. جلوی راهم را گرفت. با مهربانی و شیرین زبانی شروع کرد به خام کردن من. دلم نیامد دلش را بشکنم. کمی سرد با او برخورد کردم ولی او به روی خودش نیاورد. می گفت که پسره به او قول ازدواج داده بوده و او از اعتیادش خبر نداشته. حرفهایش را باور کردم. کمی گریه کرد و خواست برای جبران زحمت من را به نهار دعوت کند. کمی او را نصیحت کردم و با هم به نهار رفتیم و او مرا با ماشین به خانه برگرداند. رفتارش با من خیلی فرق داشت ولی من این تفاوت را دوست داشتم. جسارت و شجاعتش مرا به خودش جذب می کرد و ما صمیمی شدیم. او هر روز به دنبال من می آمد و با هم برمی گشتیم. مادرم هم یک روز او را به خانه دعوت کرد برای ناهار تا کمی بیشتر آشنا شویم و در ضمن کمی هم جبران زحمت او را بکند. من هم خودم را بدهکار او می دانستم چون هر روز مرا می برد و می آورد. می گفت مسیرش است و اصرار می کرد و من دنبال فرصت بودم که جبران کنم. تا اینکه یک روز به من زنگ زد و گفت که خانواده‌اش نیستند و او در خانه تنهاست و کمی می‌ترسد. از من خواست به خانه آنها بروم تا شب در کنارش بمانم. مامان و بابا گفتند او به خانه ما بیاید ولی او گفت که نمی‌تواند خانه را تنها بگذارد. کمی هم مرا تحریک کرد که ای بابا چقدر بچه ننه هستی؟ بیا دیگه، یه شب نمیتونی بیرون از خونه باشی؟ من به مامان و بابا اصرار کردم که اجازه بدهند. بابام با وجود مخالفت شدید کم کم با اصرار من و موافقت مادرم پذیرفت و خودش مرا به خانه آنها برد. دلم شور میزد ولی به روی خودم نیاوردم. با خودم فکر میکردم چون بار اول است که شب دور از خانه هستم دلم شور میزند. با خودم گفتم چیزی نمیشود انشاءالله. ولی کاش نمیرفتم. کاش آن شب آنقدر اصرار نمی کردم. همه چیز از همان شب شروع شد. کمی درس خواندیم. بعد کمی فیلم نگاه کردیم. او گفت که شام حاضر است. پیتزا سفارش داده بود و یک نفر پیتزا را آورد و رفت. ما با هم شروع به خوردن کردیم ولی هرچه بیشتر خوردم احساس سرگیجه کردم. به او گفتم حالم خوب نیست. سرم گیج میره. دیگه نفهمیدم چی شد. صبح که از خواب بیدار شدم روی تخت خواب بودم. تمام بدنم درد می کرد. لباسهایم به هم ریخته بود. با خودم فکر کردم مسموم شدم. حالم به هم خورد. به دستشویی رفتم. کمی استفراغ کردم. متوجه وضع خودم نبودم. حالم خیلی بد بود. او آمد و گفت چی شده عزیزم؟ دیشبم حالت خوب نبود. بابا بچه ننه. الان لباس می پوشم و صبحانه می خوریم. تو رو به دانشگاه می رسونم. بعد هم به خانه برو. به آغوش گرم مامان و بابای مهربونت می سپارمت. ببخشید. درد سر شدم. نمیدونم چرا اینطوری شدم. فکر کنم مسموم شدم. بیا صبحانه بخور بهتر میشی. صبحانه را خوردم ولی چندان بهتر نشدم. به خانه زنگ زدم و اطلاع دادم که به دانشگاه می رویم. بعد از ظهر به خانه رفتم. شام هم نخوردم و خوابیدم. صبح روز بعد مرضیه باز هم آمد. زیاد حس خوبی نداشتم ولی برای اینکه مامانم نگران نشه زود سوار ماشین شدم. به من نگاه کرد و گفت خانم دکتر چرا اینقدر به هم ریخته ای؟ مرضیه حالم خوب نیست. به خدا راست میگم. تنظیمات بدنم به هم ریخته. تو رو خدا اون شب چی به خورد من دادی؟ چه اتفاقی افتاده؟ به مامانم هم نگفتم. نگران میشه. عجله نکن. این قرصو بخور تا تو رو به یه جایی ببرم که بتونیم کمی حرف بزنیم. چه حرفی؟ این چه قرصیه؟ بخور. نترس. منم در حد مهندس سواد دارم. دکتر نیستم ولی مهندس که هستم. بخور. شوخی نکن. بده بخورم. ولی کلاس دارم دیر نشه. باشه به کلاستم میرسیم.
یک کاری باید برام انجام بدی که فقط از دست تو برمیاد. کمی که رفتیم از ماشین پیاده شدیم. از کیفش موبایلش را در آورد و گالری را باز کرد. به طرف من آورد و گوشی را به دست من داد و گفت: ببین خانوما، این عکس‌ها و فیلم‌ها رو اگه به پدرت بفرستم برای شما دردسر بزرگی میشه. پس شلوغ نکن و خواسته ما رو انجام بده تا همه چیز به خوبی و خوشی تموم بشه. تازه اگه بابا جونت بفهمه که معتادم شدی که وا مصیبتا. من بیحال روی زمین نشستم. گریه می کردم و عکس ها را می دیدم. باورم نمی شد. آن مرد کی بود؟ کی به خانه آمده بود؟ چرا من هیچ چیزی نفهمیده بودم؟ خودم بودم روی تخت در حالی که تمام زندگیم تمام شده بود. چهره آن مرد که در تمام عکس ها کنار من روی تخت خوابیده بود را به یاد آوردم. او همان پسری بود که پیتزا را آورده بود. خدایا، حالا فهمیدم چرا. بلند شدم و به او حمله کردم. گلوی او را گرفتم و فشار دادم که او را بکشم. با گریه و التماس گفتم: چرا این کار را کردی؟ مگه من به تو چه بدی کرده بودم؟ چرا با آبروی من بازی کردی؟ هرچه میخواستی میگفتی. اگر میتونستم انجام میدادم. در حال داد و فریاد بودم که چند تا مرد روی ما ریختند و چادر من را گرفتند و من را روی زمین کشیدند و مرضیه را نجات دادند. گفتند: بسه دیگه، چقدر سر و صدا میکنی؟ مرضیه، این خانم دکتر چرا نمیفهمه؟ مگه ما چی میخوایم؟ او در حالی که گلوی خودش را میمالید و سرفه میکرد گفت: اجازه نمیده که بگم. وحشی شده، احمق، داشت منو میکش. به موقع رسیدید. مردی که در ماشین بود شیشه را نیمه باز کرد و گفت: سوار ماشین بشید. دخترم بیارید. باید بریم مرکز. اونجا متوجه میشه که مجبوره همکاری کنه. راه بیافتید. چشمهای منو بستند و من در حالی که گریه میکردم تا جایی که میتوانستم مقاومت کردم، ولی آنها با زور مرا سوار کردند. به خودم قول دادم که خودکشی کنم. نمیخواستم برای پدرم مشکلی پیش بیاید. این مسئله برای او خیلی گران تمام میشد، ولی ماشین نمی ایستاد. وقتی ایستاد من را پیاده کردند. فهمیدم که در یک باغ یا خانه بزرگ هستیم. چون حیاط بزرگی داشت که از آن گذشتیم. من را روی تختی بستند. دستهایم را به میله های بالایی و پاهایم را به میله های پایینی. هرچقدر التماس کردم هیچ جوابی نشنیدم. صدای خنده آنها را از اتاقی دیگر میشنیدم. تمام بدنم میلرزید. یک نفر آمد. آستین مرا بالا زد. آمپولی به من تزریق کرد. هرچه التماس کردم مرا معتاد نکنید. خواهش میکنم. قول میدهم هر کاری بخواهید میکنم. در حالی که التماس میکردم یک نفر به من نزدیک شد. دهانم را بست و با صدای کلفتی گفت: کتاب دختران نیلی، قسمت 8. نویسنده و راوی لیلا کهن. Abogaboo.com در حالی که التماس می کردم یک نفر به من نزدیک شد. دهانم رو بست. با صدای کلفتی گفت: بسه دیگه، چقدر داد میزنی؟ سرمون رفت. هیچ کاری نتونستم بکنم. ستاره در حالی که با مشت به سر و روی خودش میزد و خودش را لعنت میکرد گفت: خاک بر سرم.
چرا به خانه او رفتم؟ چرا به کسی که نمی شناختم اعتماد کردم؟ چرا قبول کردم شب را در خانه ای بمانم که هیچ شناختی نداشتم؟ دستش را گرفتم تا بیشتر از این خودش را نزند. گفتم ستاره جان، کافیه. با من همکاری کن. به تو قول میدم کمکت کنم تا انتقام بگیری. همه چیز را بگو. مخفی کاری کافیه. اگر میخواهی انتقام بگیری و جلوی کارهای اونها رو بگیری تا زندگی دوستانت رو نجات بدی، همه چیز را بگو. او ادامه داد. شب که شد کمی به من غذا دادند و لباسم را تمیز کردند. تهدید کردند که اگر دست با خطا کنم عکس‌ها و فیلم‌ها را به اداره پدرم میرسانند. بعد گفتند تا صبح جلوی خانه ما هستند و مراقبند. چه کار باید بکنم؟ مردی از اتاق با صدای بلندی گفت فردا بهت میگیم. به خانوادت بگو برای کارهای تحقیقاتی باید چند روز در خوابگاه بمونی تا با دوستات کار کنی. فهمیدی؟ بله. مردی که فکر میکنم همان کسی بود که مواد مخدر به من تزریق میکرد با همان صدای کلفتش به طرفم آمد و با دست تمام صورتم را فشار داد و گفت اگه دست با خطا کنی برات گرون تموم میشه. من 2-3 قدم عقب رفتم. احساس کردم صورتم له شد. با بغض و ترس گفتم باشه. مرا به خانه رساندند. مستقیم به حمام رفتم. تیغ را برداشتم تا رگ دستم را بزنم. ولی از تهدیدشان ترسیدم. آبروی پدر و مادرم میرفت. آنها برای من خیلی مهم بودند. شانس آوردم که آنها مهمان بودند و مرا ندیدند. صبح مرضیه زنگ زد. من با سرعت از خانه خارج شدم تا مامانم را نبینم. او دنبال من آمد و با مهربانی همیشگی گفت عزیزم، ستاره جان، چی شده؟ چرا رنگت پریده؟ صبحانه نمیخوری؟ نه مامان مرسی، دیرم شده. در حالی که بغض گلویم را فشار میداد سرم را پایین انداختم که صورتش را نبینم. چادرم را سرم کردم و فرار کردم. مادرم گفت ستاره جانم، چادرت پاره شده. مامانم دوید و یک چادر دیگر آورد. کنار ماشین ایستاد و آن را نگه داشت و چادر را داد. عزیزم با این چادر پاره کجا میری؟ این چه وضعیه؟ چی شده؟ هیچ حرفی نزدم وگرنه بغضم میترکید و همه چیز را میگفتم. کاش این کار را میکردم. آن موقع هنوز کاملا غرق نشده بودم. ولی این کار را نکردم و مثل یک انسان احمق سوار شدم و افسارم را به دست آنها دادم. مرضیه هم حرفی نزد. نتوانسته بودم به مادرم بگویم که 1 هفته نیستم. پس با موبایلم زنگ زدم و اینطوری به او گفتم که چشمم به چشمهایش نیفتد و بتوانم دروغ بگویم. من تا آن روز به خانواده‌ام دروغ نگفته بودم، ولی چه می کردم؟ برای حفظ آبروی آنها مجبور بودم. با خودم گفتم بعد از اینکه کار را انجام دادم همه چیز را به پدر و مادرم می گویم، ولی اول باید از شر اینها خلاص می شدم. مرضیه مثل یک ربات من را به خانه دیروزی برد. خارج از تهران بزرگ. یک خانه بزرگ در اسلام شهر. خودم داخل شدم و گفتم هرچی میخواید بگید. امروز براتون انجام میدم. ولی بعد باید دور من را خط بکشید. وگرنه همه چیز را به پدرم خواهم گفت و از هیچ چیز هم نمیترسم. مردی که دیروز هم به من مواد تزریق کرده بود مرا هل داد و با تمسخر گفت برو تو، پس به بابا جونت میگی. او آنقدر مرا زد که داشتم از حال میرفتم. بعد دوباره مرا بستند و تمام ماجراها تکرار شد. 7 روز این کارها را کردند و من دیگر معتاد شده بودم. روز 7 خودم آستینم را بالا زدم تا کتک نخورم و تن به همه چیز دادم. مردی که آن روز از داخل ماشین دستور داد و این چند روز فقط صدایش را شنیده بودم از اتاق بیرون آمد. معلوم بود او دستور میداد و اینها
اجرا می کردند. قدی بلند داشت با موهایی بلند که بافته بود و پشتش انداخته بود. با چشمهای گشاد و هیزش مرا طوری نگاه کرد که تن مرا لرزاند. سیگاری روشن کرد و گوشه لبش گذاشت و در حالی که دود صورت کریهش را محو کرده بود به من نزدیک شد و با پشت دست روی صورت من را به آرامی لمس کرد. دود سیگار را به صورتم فوت کرد. حالم از بوی دهانش به هم خورد. خودم را عقب کشیدم ولی مردی که به من مواد تزریق می کرد سرم را از عقب فشار داد و به جلو هل داد و گفت آقا دیگه تقریبا رام شده. همه خندیدند و او با عصبانیت گفت خفه، خیلی طولش دادید ولی به مأموریت ما میرسه. بعد رو به من کرد و گفت آفرین دختر خوب، حالا دیگه میتونیم به تو کار بسپاریم. فردا میری دبی. از خونه تا فرودگاه و تا لحظه پرواز باید پدرت با لباس فرم در کنارت باشه تا از بازرسی ها با احترام بگذری. در دبی هم یکی از بچه‌ها میاد فرودگاه دنبالت که خودش میدونه چی کار کنه. همون شب دوباره برمیگردی. از فرودگاه تا خونه باید بازم پدرت با لباس فرم در کنارت باشه و صبح میای اینجا. بعد از اون دیگه با تو کاری نداریم. فهمیدی؟ آره. آن روز پدرم را راضی کردم و مادرم هم با وجود نگرانی شدید موافقت کرد. به آنها گفته بودم برای یک کنفرانس می روم که دوستانم به من خبر دادند مقاله من قبول شده و چند تا دروغ دیگر هم گفتم که پدرم باید با لباس فرم مرا ببرد چون می خواهم به دوستانم او را معرفی کنم. او هم قبول کرد. بیچاره پدرم و بیچاره مادرم چقدر به من اعتماد داشتند. یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم، در میان لاله و گل آشیانی داشتم. گرد آن شمع طرب می سوختم پروانه وار، پای آن سرو روان اشک روانی داشتم. پدرم از مأموران وظیفه شناس اداره مبارزه با مواد مخدر بود. یک آبادانی تمام عیار، خونگرم و مردمدار، با ته لهجه‌ای که همیشه همراهش بود و من با شنیدن صدای گرمش و آن لهجه شیرینش پر از عشق به وجودش می شدم. چشمهای سیاه، صورت آفتاب سوخته و پر از چینهایی روی پیشانی که نشان از حساسیت او نسبت به شغلش بود، چرا که هنوز آنقدر سن و سال نداشت که بخواهد این گونه شکسته شود. موهای مجعدش سفید شده بود، حتی ابروهای سیاهش هم به سفیدی میزد. مهربانترین بابای دنیا که برای نجات جوانان این کشور از این آفت جانش را به دستش گرفته بود. آفتی که به هیچ درخت و گل و حتی نهالهای تازه بالغ شده هم رحم نمی کرد. وقتی به تنه آنها می افتاد می خشکاند و هیچ آفت کشی توان مقابله با آن را نداشت. پدرم بارها در مرزها و در زد و خوردهای علیه قاچاقچیان مواد مخدر مجروح شده بود، ولی به کارش عشق می‌ورزید. میگفت حتی اگر بتوانم باعث نجات یک نفر بشوم پیش خدایم خجل نخواهم بود. مادرم یک زن به تمام معنی ایرانی بود، پشت و پناه ما در تمام ایام. در زمان جنگ که پدرم اکثراً به مأموریت میرفت، او تنها بود و مثل یک مرد خانه و زندگی را اداره می کرد. برخی ماه‌ها که از پدرم خبری نداشتیم چون در جبهه بود، شاید بارها پیش آمد که حقوقی هم به ما نمی دادند و او زندگی را می چرخاند بدون کوچکترین گلایه‌ای. چه روزهای سختی بود وقتی از شهر و دیارمان آواره شده بودیم و او تنها بود و آنقدر مقاوم و دلیر بود که من فکر می کردم
کوهی در کنارم است که به آن تکیه کردم، نه یک زن زیبای جنوبی با آن خالکوبی‌های روی چانه کوچکش که نقش یک ستاره و ماه را درست زیر لب‌های سرخش نمایان می‌کرد. صورت سبزه و چشم‌های به رنگ قهوه‌ای روشن با ابروهایی بلند کشیده و سیاه که گویا حافظ تمام شعرهایش را از دیدن رخ ماهوش او سروده بود و موهایی که سختی روزگار چه زود رنگ سیاه آنها را به خاکستری متمایل کرده بود. آن روز گذشت و من یک ساک پر از مواد را به راحتی به دبی بردم و هیچ کس به من حتی شک هم نکرد و از آنجا هم محموله را به سلامتی به ایران آوردم که البته هیچ وقت نفهمیدم چی درون آن ساک بود. ولی موضوع تمام نشد چون من کاملا معتاد شده بودم و آنها هم مفت و مجانی به من مواد نمیدادند و من برای اینکه جلوی پدر و مادرم آبرویم نرود حفظ ظاهر می کردم. هر بار که می خواستم ترک کنم و به مراکز ترک بروم با کتک و مشت و لگد به خانه برگردانده می شدم. آنها کاملا مراقب من بودند. هر چند وقت یک بار مرا با مواد به شهرها و کشورهای دیگر می فرستادند و هر بار به خانواده عزیزم چقدر دروغ می گفتم که کنفرانس دارم، تحقیقات می روم و یا واحد عملی در شهری دیگر گرفته‌ام. و خلاصه به هر طریقی آنها را راضی می کردم و مخصوصاً از پدرم هم می خواستم مرا همراهی کند تا در فرودگاه راحت رد شوم و مشکلی پیش نیاید. ولی بعد از چند ماه گفتند این بار خیلی موضوع مهم است و مواد شیشه بود که باید درون لباسهایم جاساز می کردند. آن روز لباسهایی را که حاوی مقدار زیادی شیشه بود به تن من کردند و من باز هم به دستور آنها به همراه پدرم به فرودگاه رفتیم تا سوار هواپیما شوم. ولی دلم خیلی شور میزد. میدانستم این بار اتفاق دیگری خواهد افتاد و از خدا هم خواستم همه چیز تمام شود. پدرم با همکارانش مشغول صحبت شد و به اتاق بازرسی رفت. بعد از چند دقیقه آمد و گفت دخترم باید تو را بگردند. گویا مدتی است به دنبال یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر هستند و ما باید با آنها همکاری کنیم. زیاد طول نمی کشد و تو به پروازت می رسی خانم دکتر. تصمیم گرفتم تسلیم شوم و همه چیز را بگویم ولی وقتی پدرم دستم را گرفت ناگهان به خودم آمدم. دخترم چرا اینقدر میلرزی؟ دستت یخ کرده. چی شده؟ بابا جان طوری شده؟ ناگهان صدای مرضیه را شنیدم که فریاد میزد فرار کن! فرار کن! دستم را از دست پدرم بیرون کشیدم و گفتم بابا جان ببخش، من باعث سرافکندگی شما شدم. پدر بیچاره‌ام نگاهی به من کرد که تا آن روز ندیده بودم، پر از سؤال و ابهام. حلقه اشک روی مردمک‌های سیاه چشم‌های مهربانش را پوشانده بود، مثل خورشیدی که با ابرهای سیاه بارانزا پوشانده شود. چشم‌هایش بی‌فروغ شدند و ناگهان گویا قد بلندش خمیده شد. زانوهایش آرام آرام خم شدند و او روی زانوهایش نشست. شاید دیگر توان ایستادن نداشت. آنچنان غمی چهره‌اش را گرفت که گویی مرا به خاک می سپرد. دستانش در هوا خشک شده بودند و من به چشم خود دیدم که گویا او هم مثل درختی پیر که بعد از یک تند باد و طوفان شدید ریشه اش از خاک بیرون میزند و ناگهان با صدای مهیبی روی زمین می افتد. پدر نازنینم هم افتاد ولی بی صدا و آرام.
بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده ام، همچو نسیم از این چمن پای برون کشیده ام. تا تو ز من بریده ای من ز جهان بریده ام، تا به کنار من بدی بود به جا قرار دل. رفتی و رفت راحت از خاطر آرمیده ام. تا تو مراد من دهی کشته مرا فراق تو، تا تو به داد من رسی من به خدا رسیده ام و من فرار کردم. با آخرین قدرتم دویدم، نمیدانم چرا می دویدم، از کی فرار می کردم یا از چی. فکر می کردم حتما مرضیه و دوستانش مرا نجات خواهند داد، نه به خاطر خودم که شاید به خاطر آن همه شیشه که برایشان بسیار مهمتر از من و امثال من بود. من به طرف آنها می دویدم به امید نجات خودم. فرودگاه به هم ریخته بود. صدای شلیک و داد و فریاد را می شنیدم. وقتی به مرضیه نزدیک شدم ناگهان دیدم اسلحه‌ای درآورد و از وسط حیاط کنار ماشین شلیک کرد. نگاه کوتاهی به من کرد، سوار شد و رفت. من فکر کردم به پلیس ها شلیک کرده تا به من کمک کند، ولی ناگهان احساس کردم از درون منفجر شدم. چند ماهی گذشته بود تا اینکه من به هوش آمدم. در بیمارستان نیروی انتظامی بودم. نیمی از بدن من به خاطر موادی که در لباسهایم جاساز شده بود و بر اثر اصابت گلوله مرضیه منفجر شده بود و سوخته بود و این زخم اثر همان سوختگی است. آنها مرا زدند تا بمیرم و چیزی را لو ندهم، ولی من به خاطر تلاش‌های پدرم نمردم. او و مادر عزیزم برای نگه داشتن من هر کاری کرده بودند، ولی وقتی به هوش آمدم برای اینکه آبروی پدرم بیش از این نرود خودم را به فراموشی زدم و طوری وانمود کردم که آنها فکر کردند من حتی پدر و مادرم را هم نمی شناسم. دکتر هم گفته بود با آن انفجار و آتش سوزی این حالت و فراموشی من بعید نبوده. اینطوری بهتر هم بود. من اصلاً دختر آنها نبودم. من اصلاً دیگر کسی نبودم که بخواهم یاد و خاطره ای از کسی داشته باشم. کاش مرده بودم و همه چیز تمام شده بود. چون خاک در هوای تو از خاک فتاده‌ام، چون اشک در قفای تو با سر دویده‌ام. من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش، از دیگران حدیث جوانی شنیده‌ام. از جام عافیت می نابی نخورده‌ام، وز شاخ آرزو گل عیشی نچیده‌ام. موی سپید فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریده‌ام. ای سر به پای بسته به آزادگی مناز، آزاده منم که ز همه عالم بریده‌ام. پدرم از خدمت معلق شده بود و مادر مهربانم سکته مغزی کرده بود و از پا افتاده بود. من به زندان افتادم چون هیچ چیزی نگفتم و خودم آمدم تا مجازات شوم، ولی امروز همه چیز را میگویم. تمام آدرس ها و همه افراد را میشناسم و میخواهم انتقامم را بگیرم. او گریه کرد مثل باران شدید، مثل تگرگ های ویران کننده بهاری که تمام شکوفه ها را می ریزند و خود نیز به زمین فرو می روند. او هم ویران شد و فرو ریخت. بلند شدم، صورتش رو بوسیدم و گفتم عزیزم نگران نباش، به تو قول می دهم که همه چیز را درست کنم.
چشمانش از تعجب گرد شده بودند و من در حالی که آماده می شدم تا بروم به او گفتم که کمکش خواهم کرد و همه چیز را به او گفتم تا از این به بعد هم همکاری کند. در سلول را باز کردم و پیش خانم دلیری رفتم. چند روزی گذشت. با آدرس ها و نشانی هایی که ستاره داده بود مرضیه را گرفتیم. در دانشگاه مشغول اغفال جوانان دیگر بود. از طریق او و طعمه کردن چند دانشجوی داوطلب توانستیم تمام باند قاچاق مواد مخدر و دختران عزیزمان را منهدم کنیم. زنان فرماندهی ملک را قابلند که فرمان روایان ملک دلند. ز مردان کشور اگر سر نیند به مردی کز این جمله کمتر نیند. حدود 1 سال زمان برد تا این کار انجام شد و چند نفر از عزیزان را از دست دادیم. دادگاه به خاطر همکاری ستاره و پدرش در حکم او تخفیف داد، ولی پدرش بعد از چند ماه که با ما همکاری کرد و تمام تلاشش رو کرد تا حکم ستاره رو تغییر بده، در نهایت طاقت نیاورد و در جلسه آخر دادگاه سکته کرد و متاسفانه از دنیا رفت. همه چیز به ظاهر تمام شد، ولی ستاره دیگر نه تنها دانشجوی نمونه دانشگاه پزشکی نبود، دیگر حتی یک دختر سالم و شاید زیبا هم نبود. او دیگر حتی دختر ناز پرورده و عزیز کرده پدر و مادرش هم نبود. او از این به بعد فقط می توانست با ویلچیر مادرش را بر سر مزار پدرش ببرد، در حالی که حتی از شنیدن صدای مادرش هم محروم شده بود. او فقط ستاره بود، کم نور و تنها در آسمان خودش. شاید کورسویی هم داشت، ولی دیگر درخششی نداشت، حتی در شبهای تاریک و بلند و سرد. چو لاله به نوروز قدح گیر به دست، با لاله رخی اگر تو را فرصت هست. می نوش به خرمی که این چرخ کهن، ناگاه تو را چو خاک گرداند پست. در امان حق. اشعار کتاب دختران نیلی برگرفته از رباعیات حکیم عمر خیام و دیوان کامل رهی معیری بودند. با آرزوی زیباترین ها برای فرزندان این مرز و بوم.